درود بر شما، بعد از ظهر بخیر، تشریف بیارین. امیر میرحسینی، جلسه 5 فشار از فیزیک پایه، درسته؟ خب خوبین؟ یه چند تاتون رو بخونم. فقط خیلی تون رد میشه. امروزم یه ذره من دیلی دارم. مبینا، حسین، شهرزاد، شهرات، جواد، محمد، محدث، جا موندم دیگه، خیلی ببخشید دیگه. علی فردوسی، سارینا، محمد حسین، امیر محمد، نازنین، حدیثه، سحر، مهسا، امیر محمد، فرزان، ماهان، نازی، امیر حسین، دانیال، یاسمن، علیرضا، امیر شهرام، پویان، هونام، شهاب، فرزاد، سید حامد، ستاره، آرمین، سورنا، ماهور، هلنا، هستی، حسین، محمد امین، جواد، محمد حسین، فرق داره اینا اسما تکرار میشه، مهران، نگار، فاطمه، علیرضا، پرهام، فردین، محمد، امیرعلی زارعی، خب تیسا، گیلدا، هوفریا، حنانه، مائده. خب امیدوارم که خوب باشید. اگه اسم خیلیاتون نخوندم ببخشید دیگه، یه چند تایی رو خوندم که ببینید که حواسم بهتون هست. خب قربون شما، مرسی امیرعلی عزیزم. ما مبحث فشار رو رسیدیم به جایی که شما قرار شد 120 تا تست فشار از منبع اول از ابتدا بجز ارشمیدس، برنولی، پاسکال، لوله، یوشه که مایع اضافه میشه، اینا درسته شاید فکر کنی عناوینش زیاده ولی تعداد تستاش اینا کمترن. اونا رو قرار بود بزنین. تا 7 شهریور هم فرصت دارید هنوز، یا با مداد در کتاب گزینه تنها کافی نیست، یا در چک نویس. بعد براتون اونجا توی پنلتون یه قسمتی هست، تکالیف رو اونجا ارسال میکنید. همکارام اونجا براتون نوشتن که چجوری ارسال بکنید. هفته آینده آزمونم دارید. خب بریم ببینیم کجا بودیم. همه چی خوبه بچه ها؟ خب خدا رو شکر که عالی. تا 7 شهریور مهلت ارسال دارید. هنوز فرصت هست دیگه، هنوز که 7 شهریور نیست که. امروز چندم؟ 3 شهریور، درسته؟ اگه اشتباه نکنم. بله امروز 3 شهریور 1401. یه لایوی با یکی از بچه ها برگزار کردم، 0 تا 100 فیزیکو. ببینید این لایو اگه من میخواستم هدف پروپاگاندا یا تبلیغی داشتم، قبل از ثبت نام میذاشتم، ولی گذاشتم ثبت نام تموم شده. برای بچه‌ها از من میپرسن آقا ما چجوری فیزیک بخونیم؟ خب ایشون رتبهش 107 بوده ولی فیزیک 100 زده. رتبه 1 کنکور تجربی هم بوده. رتبه 1 کنکور تجربی امسال 1401 فیزیکو اگه اشتباه نکنم فکر کنم 85 زده، اگه خطا نکنم. خب ایشون 100 زده، یعنی اینکه چجوری میشه؟ بله گذاشتم محدثه. میگن که توی یوتیوب هم اگه ممکنه بذارید، چون لایو توی اینستاگرام بود. بله امروز آپلود میشه اونجا، ببینید. یه چیزی حدود 60 فکر کنم 7-8 دقیقه شد، ولی یه بار ببینید، برای 1 سال براتون خوبه. بهترین مشاوره کنکور رو از معلم فیزیک و در واقع کسی که شاگردش بوده و تونسته فیزیکو 100 بزنه. چه منبعی خوبه، چند تا تست بزنیم خوبه، چه جوری بخونیم خوبه، همه اینا رو صحبت کردیم. همه رو صحبت کردیم. آپلود شده. رضا میگه، همین رضا سبیلی که من اسمشو هفته پیش اشتباه خوندم، توی یوتیوب اومد، قرار بود امروز بعد از ظهر آپلود بشه. خب اگه دیدید که هیچی، اگه نه ببینید، خیلی کمکتون میکنه، خیلی کمکتون میکنه. بله خب مبینا میگه 100 زده رتبه 1، ولی من فکر کنم 100 نزده. اینجوری که یادمه فیزیکو 100 نزده، فکر کنم 95 زده. من گفتم 85 به اشتباه، 95 فکر میکنم زده. 1 تجربی ها، 1 تجربی 100 نزده، این مطمئنم 100 نزده. حالا ممکنه مثلا رتبه 2 100 زده باشه، یا رتبه نمیدونم 300 هم 100 زده باشه، ولی رتبه 1 100 نزده. 90 فکر کنم 4 خورده ای، 95 85 که نه. زیستشو 89 زده بود ایشون شیمی و زبانشو کم زده بود، وگرنه خدا وکیلی حقش یه رقمی بود. بعد حالا ببینید از آبان شروع کرده، یعنی تویی که از تابستون شروع کردی همین الان 1.5 ماه جلویی، یه 2 ماه دیگه هم تا آبان. حالا فکر کن یه 2 هفتهش تعطیلات و فلان و بهمان و نمیدونم اینا رو بذاری کنار، 3 ماه جلویی. ببین خیلی بهت کمک میکنه، خیلی بهت کمک میکنه. خب عرض کنم که میگن ایشون پشت کنکوری بوده.
حالا ببینید اونجا دیگه نه اصلا رشته ریاضی بوده، کنکور سال 98 شرکت میکنه، اون سال 98 که فیزیک آسون بوده 65 زده بوده. رشته ریاضی مهندسی صنایع دانشگاه شهر خودشون که زنجان بوده اونجا میرفته، بعد از یه 2-3 ترم به این نتیجه میرسه که علاقه ای نداره به این رشته، به تجربی علاقه داره، به زیست علاقه داره، انصراف میده و شروع میکنه به خوندن. خب خیلی دیگه رشته ریاضی بوده میاد. بعد همونجا ازش پرسیدم که فکر میکردی که فیزیک تو روزی که شروع کردی، یعنی فکر میکردی کنکورت چند بزنی فیزیکو؟ میگم مثلا فکر میکردم حدود 70 بزنم، یعنی روزی که شروع کرد. ولی بعد از این یادم یه بار با من چت میکرد، فروردین بود، گفت آقا درستون رو 100 میزنم. یعنی معلومه که به اون نقطه رسیده بود که دیگه میتونه 100 بزنه، که واقعا هم 100 زد. خب عرض کنم که بریم روی جزوه دیگه، وقت رو تلف نکنم، وقتتونم نگیرم. ببینیم تا کجا رسیده بودیم، یه چک بکنیم. صفحه 1 و 2 رو تموم کرده بودیم. این صفحه 1 فقط فکر کنم یه چند تا نکتهش مونده بود اگه اشتباه نکنم. بله این چند نکته هر 4 تاش مونده. آره یه تایید بهم بدی. خب اینا مربوط به خوندنی های متن کتابه. خب که براتون توضیح البته خواهم داد. شانس سوال شدنشون هم خیلی زیاد نیست، ولی به هر حال باید بخونیم. صفحه 2 خیلی مهم بود که یه چیزی حدود 4 هفته است الان داریم در موردش صحبت میکنیم، تموم شده. صفحه 3 رو درس ندادم، 4 هم درس ندادم. بعد البته جزوه‌های من مثلا یه صفحش خودش 1 ساعت توضیح داره، بعد یه مثلا 3 جلسه هم باید تست بزنیم ازش. دیگه دستتون اومده تو این مدت 1 جلسه توضیح میدم، 1 ساعت توضیح میدم، ولی 3 جلسه ازش تست میزنم. یعنی به چشم 1 صفحه لطفا اینا رو نبین. سوالا رو چک کنیم. همه رو حل کرده بودیم تا سوال 13 و 14 که اینا رو ضرب در زدم درس نداده بودم. بعد 19 20 درس ندادم، بقیه رو حل کردیم. اینا رو درس ندادم، دارم چک میکنم تا بقیه هم که حالا اضافه بشن بهمون. اینو زده بودیم. بعد اینایی که حل نکردم درس ندادم، امروز البته درس میخوام بدم. بعد اینا رو گفتم 38 تا نرسیدیم حل کنیم. من 38 تا حل کنم، بعد میرم یه ذره درس میدم، بقیه تستا رو دوباره حل میکنیم. 38 رو بیارید با هم حل کنیم. پس اگه حل کردید لطفا یه گزینه بهم بدین. بسیار عالی. بله درود بر شما، خیلی خوبه، مرسی از همتون. خب خدمتتون عرض کنم، میگه مطابق شکل روبرو در ظرفی آب روغن قاطی کرده و در حال تعادل قرار داره. جمع ارتفاع اینا 19 سانتی متره، ولی نمیدونم تک تکشون چقدرن. یکی مثلا اینجا حاشیه که این H2، طبیعتا آب چون چگالیش بیشتره میره پایین، روغن چون چگالیش کمتره میره بالا. چگالی آب روغن هم داده به شما. میگه و فشار ناشی از دو مایع، هوا نه، یعنی فشار پیمانه‌ای این دوتا، روجیهاش این دوتا جمعش شده 1800 پاسکال. و چون پاسکاله بهتره که از همون روجیهاش استفاده بکنید. سوال معروفیه، نسبتاً هم پرکاره. بعد میگه حالا بعد از این که اینو شما استفاده بکنی، یعنی روجیهاش آب و روغن رو جمع کنی بذاری 1800، باش میتونی حاشیه کاشتو رو یه رابطه‌ای بینشون تعیین بکنی. از طرفی هم میدونی حاشیه کاشتو جمعش 19 سانتی متره. الان حل میکنم میبینی یه دستگاه 2 مادل 2 مجهول میشه. حل میکنید حاشیه کاشتو به دست میاد. بعد که به دست آوردی ادامه سال میگه فشار ناشی از مایع ها در عمق 8 سانتی متری. من الان نمیدونم 8 سانتی متر میفته توی روغن یا میفته توی آب. به همین دلیل حتما باید شما ابتدا چیکار بکنید؟ برید ارتفاع حاشیه کاشته رو تعیین بکنید. ببین از این چیزایی که اینجا نوشتم، اینو امروز میگم که سخت‌ترین سوال در واقع فشار هست که بسیار هم شانس داره بیاد. پارسال هم به بچه‌ها گفتم شانسش خیلی زیاده و اومد. البته برای رشته تجربی. فیزیک رشته ریاضی آسان‌تر بود، ولی فیزیک رشته تجربی اونام تحلیلاش هستا. تجربی تحلیلش هست، ریاضی نه. ولی ریاضی رو هم میگیرم حالا، چون ریاضی آسون بود فقط نوشتم، ولی تجربی رو فیلم گرفتم، توی کانال یوتیوب هست. هر وقت که دوست داشتید فرصت داشتید میتونید اونو ببینید که در واقع سطح سوالا چی بوده. حالا همه رو که نخوندیم، ولی فعلا تا اینجایی که خوندیم رو ببین چجوری بوده.
بعد جزوه پارسالمون هم هست، میتونی ببینی همش بوده تو جزوه. چیزی باز تو همین لایو شایان میگفت من چیز جدیدی نمیدیدم، یعنی همه چی رو دیگه شما گفته بودید و واقعا تکراری بود. همه باید به این نقطه برسید، فقط تمرین میخواد. تو همون کلاسی که شایان 100 زده تردید ندارم کسانی هستن که فیزیکو 10% زدن. خب دیگه این که شما چند درصد بزنی دست خودته دیگه، دست من نیست. من به جای شما نمیتونم بخونم، به جای شما هم نمیتونم تمرین بکنم. خب روجیهاش آب به اضافه روجیهاش روغن، فشار ناشی از دو مایع 1800 پاسکاله. خب آقا چرا الان پررو نمیخوای بری؟ نمیخوام پررو برم. مگه نمیشه؟ چرا میشه. ولی ببین پررو برای اینه که شما جواب آخر رو به دست بیاری، تو گزینه‌ها بگی گزینه 1، گزینه 2، گزینه 4. نه اینکه الان وسط سوال که نمیشه پررو رفت. البته که اگه راه بیفتین میشه، ولی حالا فعلا اینجا چون روجیاش دارم میرم باید همه رو اس آی بذارم. روی آب 1000، جی 10 هاشو ندارم، روی روغن 800، جی 10 مساوی 1800. همه رو به یه دونه 2 ساده کنم. تاکید میکنم اگه راه بیفتی میتونی بری به یه دونه 2، معذرت میخوام، به 2 تا 0، یعنی تقسیم بر 100 کنم یه ذره خلوت شه. یه 100 هاش 1 میمونه به اضافه 80 هاش 2 مساوی 18. خواستی به یه 2 هم باز میتونی سادهش کنی دیگه، حالا من ساده نمی کنم. از طرفی این شد یه معادل 2 مجهول، از طرفی هاشیه که به اضافه هاش 2 مساوی چیه؟ 19 سانتی متر. اینا رو چون اس آی گذاشتین از اون اشتباهات متداوله. اینم باید اس آی بذاری، یا نری 19 سانتی متر بذاری، 19 صدم متر. یه تایید بدید. بسیار خوب. این دستگاه 2 معادل 2 مجهول هر جوری که راحتی حل کن. خب مثلا این که من میتونم در یه دونه 100 ضرب کنم که این مثل این بشه 100 هاش 1، از طرفی این اعشار اینم بره، همینجا رو خودش انجام میدم. یه 100 ضرب کردم، یه 100 ضرب کنم، این از بین میره. حالا این دوتا رو منها کنم. حالا بالایی منهای پایینی یا پایینی منهای بالایی، من پایینی منهای بالایی میکنم چون این 19 از 18 بیشتر منفی نشه. فرقی هم نمیکنه البته ها. این دوتا وقت با هم میرن. 100 هاش 2 منهای 80 هاش 2 میشه 20 هاش 2، 19 منهای 18 میشه 1. از اینجا هاش 2 به دست میاد 1/20 متر، یعنی 5 سانتی متر. حالا فهمیدم این 5 سانتی متره، پس این بقیهش 14 سانتی متر. این قسمت اولش بود که یک کمی محاسباتی بود. تایید بدید لطفاً. بسیار عالی. حالا چی خواسته؟ میگه فشار ناشی از مایعات در عمق 8 سانتی متری. عمق 8 سانتی متری، 8 سانتی متر بیان پایین، یه 5 سانتی متر مال روغنه، 3 سانتی متر دیگه هم باید بیان پایین. ببین این یه 5، یه دونم 3 بیام اینور بنویسم که شفافتر باشه، یه دونم 3 بیام. اون نقطه‌ای که پس فشارشو خواسته اینجاست. ببین اینجاست. فشار اینجا رو میخوام که یکی از گزینه‌هاست. حالا میتونی پررو بری. فهمیدی؟ نه اینکه وسط سوال. پررو برای اینکه تو گزینه‌ها انتخاب کنم. اصلا به گزینه‌ها نگاه میکنیم که میشه یا نمیشه. وسط سوال پررو نری. یا تاکید میکنم اگه خیلی خفنشی میشه رفت. میشه رفت. حالا الان اشاره نمیکنم بدتر شلوغ شه ذهنتون، ولی راه بیفتی میشه. ولی فعلا برای شروع وسط سوال نرین، برای انتخاب گزینه. خب فشار این نقطه از طرف مایعات و گازهای بالای نقطه است. یه 3 سانتی متر آب دارم، یه 5 سانتی متر روغن. چون پاسکال خواسته باید روجیهاش برم. پس پاسکال پررو، روجیهاش آب، رو قشنگ اینجاشو دقت کن مال آب، جی هاش به اضافه مال روغن، رو چند بذارم؟ چند بذارم؟ لامصب درست بگو. مرسی، باریکلا، عالی هستی. 8 نذاری یا 8 چرا که هنگام استفاده از پررو میگفتم نسبت ها باید رعایت شه. شما الان اینو 1 گذاشتی، این چگالیش از این کمتره. اگه اینو چگالیش 1 میذاری اینو باید 8 بذاری. اگه میخوای اینو بذاری 8 باید اینو بذاری 10. یه تایید بهم بده. متشکرم. رو روغن، جی
هاش. دوباره چک کنم، رو آب جی هاش، رو روغن، چون این بیشتر از این باید باشه برای همین باید 8 بذاری. اگه میخوای 8 بذاری باید اینو 10 بذاری. جی هاش، این میشه 4، اینم میشه 3، جمعش میشه 7. جواب باید 7 داشته باشه. گزینه 3 درسته. تایید بفرمایید. بسیار خوب. این یه دونه سوالمون باقی مونده بود. از اینجا تستای تکمیلی هن. از اینجا تستای تا اینجا تستای آموزشی بودن. میبینی تو تمام جزوه‌هامون اینطوریه. وقتی هیچی نمی‌نویسه یعنی اینا رو محل بکنم شما یاد میگیری چی کار کنی. بعد که این تیکه تموم شه میری شروع میکنی تست زنی. به همین دلیل من به اینجا رسیدم هفته پیش گفتم برید تست بزنید. اما از اینجا به بعد برای اینه که اشکالاتی که تو تستا باهاش مواجه میشید و یه بار دیگه ببینی که برطرف بشه. مطمئنم فهمیدید منظور من چیه. بنابراین تا وقتی که من قسمت اول و تستاشو تموم نکردم شما لطفاً تست نزنید. خب کیا امروز جلسه اولشونه یه 3 بدن، یه 3 تایپ کنن؟ بله شماها که جلسه اولتونه لطفاً تست نزنید فعلا. اولویتتون روی این باشه که فیلم در واقع جلسات گذشته که رو پنلتون هست رو ببینید. اول درس رو برسونید خودتون رو به کلاس. بعدن من یه یادآوری سریع بکنم که گفتم اگر نسبت دو کمیت برابر مقدار ثابت باشه رابطه مستقیمه، اما اگر ضرب دو کمیت برابر مقدار ثابت باشه رابطه عکسه و اسم اینا رو هم گذاشتیم گنگ. خب مثلا اگر اینجا این 2 برابر شه، اینا خطن، اینا هموگرافیکن، اینم 2 برابر باید بشه که 2 برابر با 2 برابر بره بشه 1 برابر یعنی ثابت بمونه. اما تو این اگه این 2 برابر شه باید این 1/2 برابر شه که 2 1/2 با هم بره بشه 1 برابر یعنی ثابت. یه تایید بدید. بسیار خوب. این یادآوری بود. خب یه سوال بسیار پرتکرار و معروف الان میخوام برات توضیح بدم. چند تا هم ازش حل میکنم. هموناست که مثلا لوله یو شکل توش مایه است، بعد مایه اضافه میکنیم. خیلی خوب دقت کن. من قبلش یه یادآوری دیگه هم بکنم. فشار اگر پاسکال خواستن یا پارامتری بود لطفاً از روجیاش برید. اگه میشد پررو برید. پررو یعنی 0.8 رو در نظر نگیر. اگر اتمسفر خواستن حتما تناسب برو. چجوری؟ هر 10⁵ پاسکال که خودش تقریبیه 103360 که روند شده 10⁵ پاسکال میشه 1 اتمسفر. 10 متر آب 76 سانتی متر جیوه. اینا رو چند هفته است داریم الان در موردش صحبت میکنیم. و اگر سانتی متر جیوه خواستن تبدیل واحد کن. تبدیل واحدش رو یه بار بگم یادتون بیاد. اونایی هم که جدیدن جا نمونن از ما. سانتی متر یه مایه‌ای مفصل گفتم این خلاصشه. بهتره که تمام مایعات رو به جیوه تبدیل کنید زمانی که سانتی متر جیوه میخوان. آب و روغن و الکل و هر چی بود اینا رو عمل میکنید جیوه. چجوری؟ اینجوری. ضرب در اثباتش هم کردم رو به روی 13 و 6 که این رو چگالی مایع است، این 13 و 6 چگالی جیوه است. اگرم خواستی احیانا سانتی متر جیوه رو تبدیل به پاسکال کنی ضرب در 1360. اینا رو همه رو مفصل توضیح دادم. این خلاصشه. برعکس چی؟ برعکس هم به جای اینکه ضرب کنی تقسیم میکنی. حالا ملاحظه کنی یه دونه لوله یو شکل دارم. لوله یو شکل ممکنه سطح مقطعاشون با هم یکی باشه، ممکنه فرق کنه. اب نداره، جفت اینا لوله یو شکله. پس سطح مقطعها ممکنه یکی باشه، ممکنه فرق کنه. اشکالی نداره. بعد توی این لوله یو شکل یک یا چند مایع داریم. حالا مثلا من برای شروع یه مایع میریزم. بیشترم باشه اشکالی نداره، هیچ فرقی نمیکنه. خودش میگه شعاع این 2 برابر اینه. یعنی اگه من شعاع اینو بگیرم R مال این میشه چی؟ 2R. خب اگر شعاع این 2 برابر اینه مساحت این چند برابر این میشه؟ بنویسید برام. 4 برابر. 4 برابر. PR2 دیگه. مساحت حالا بذار بنویسم میشه PR2. این P عدد ثابته. این دوتا با هم رابطه مستقیم دارن. P با R نه با R2. ببین از این یه طرف وسطین کنین Y متناسب با X میشه. از این یه طرف وسطین کنین مقدار ثابتش رو حذف کردم. به جای مساوی به جای تساوی تناسب نوشتم. Y متناسب با 1X. توجه کردین؟
اینم همینطوره. الان آ با آردو رابطه مستقیم داره. من نصف سوالات کنکور رو این مدلی حل میکنم. آ متناسب با آردوه. خب الان این آرش چند برابر اینه؟ 2 برابر. اگه آرش 2 برابره، دویی که به توان 2 برسه میشه چی؟ 4. هرچند که این خیلی ساده است، همه بلد بودین، ولی به هر حال من سلسله مراتب رو میخوام رعایت بکنم، چون قول 0 تا 100 دادم. ممکنه یکی بگه چرا؟ در ضمن حواست باشه اگر شعاع 2 برابره، قطر هم 2 برابره ها. چرا؟ برای اینکه قطر میشه 2 برابر شعاع. این ضریب ثابت ها رو کلا بنداز بره همیشه. این دوتا با هم متناسبن. وقتی متناسبن یعنی رابطه خطی دارن. اگه این 2 برابره، اینم 2 برابره. نری جوگیرشی یه موقع بگی خب اگر شعاع 2 برابره پس قطر 4 برابر میشه. اشتباه متداولی ها. البته اگه خیلی بی دقت باشید این اتفاق میفته. یه تایید بدید. تایید با 1 میدید. مرسی. من اینو پاک میکنم دیگه. همین یه بار کافی بود. اینم دیگه نخواهم نوشت. همین یه بار کافی بود. حالا ولی یه بار بمونه براتون. حالا اینجاشو خوب گوش کن. میگه میایم اینجا یه مایه اضافه میکنیم. خیلی سوال معروفیه. خب تقریبا هر سال میاد. پارسال نیومد 1400. امسال هم به ریاضی ها ندادن، به تجربی ها دادن. همین تفاوت هاست که میگیم مثلا رشته ریاضی فیزیکش ساده تر بود، تجربی سخت تر بود. خب اینجا مایه اضافه میکنم. وقتی مایه اضافه میکنیم این سطحش میره کجا؟ میره پایین دیگه. فرض کنید تا اینجا میاد پایین به اندازه مثلا یه چیزی. خب این ور چی میشه؟ این ور میره بالا. چقدر؟ مثلا اینقدر. خوب دقت کن اینجا رو بفهمی. وقتی که شما یه مایعی میریزید یه وزنی داره. این وزن یه فشاری تولید میکنه. این فشار مایع رو هل میده پایین، از این ور میزنه بیرون. مایعاتی که ما میخونیم حتی تو دانشگاه تراکم ناپذیرن. یعنی اگر تحت فشار قرار بگیرن متراکم نمیشن. خب تا خود مهندسیت هم تقریبا اینجوریه مگر رشته‌های خاص بخونی. تا دیشب میخواستم یه استوری بذارم در ارتباط با این که اگر آب ما خیلی متراکم کنیم چه اتفاقی میفته. یه خورده سنگین بود، بیخیال شدم. خب گفتم زود ممکنه متوجه نشید. اگر آب ما تحت فشار بسیار وحشتناک زیادی قرار بدیم تبدیل به یعنی همجوشی هسته‌ای اتفاق میفته ابتدا، بعدم تبدیل به سیاه‌چاله میشه. خب ولی ما در حد شما فرضمون اینه که بله اصلا یه چیز عجیب غریبی. البته این فقط در حد تئوریه، یعنی انجامش به این راحتی نیستش. خب ولی حالا بدون که ما مایعات رو تراکم ناپذیر در نظر میگیریم، اگه قرار بشه متراکم بشن اصلا خیلی خفنه. خب مایع اینجا ریختم، اینو هول میده. آیا آب اینجا مثلا این آب بوده، جیوه بوده، هر چی که بوده متراکم میشه؟ نه، از این ور میزنه بیرون، از این ور میزنه بالا. هر چقدر مایع اینجا کم شده، این قسمتی که هایلایت زرد کردم حجم مایعی که این ور دیگه نیست، از مایع آبی رنگ. خب از این ور میزنه بیرون، با این حجم برابره. حجم مایع کاسته شده از این طرف با حجم مایع افزوده شده در این طرف برابره. چرا؟ چون مایع متراکم نمیشه. هر چی اینجا نیست این ور زده بیرون. اینو میفهمی؟ بسیار عالی. خب حجم رو چی بنویسم؟ حجم مساحت اینو میگیرم آ، سطح مقطعشو، مال اینم میگیرم آ. میدونم که آ این 4 برابر اینه، بعدم میذارم. حجم این مایع چی میشه؟ اینو میگیرم آهاش، اینم میگیرم آهاش. راه تشریحیش اینه حجم این مثلا V1 حجم این V2 اینا رو مساوی قرار بدم. حجم این میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع یعنی آهاش، مالای میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع چون سطح مقطع ثابت داره آهاش. اینا رو مساوی میذارن و میرن. من دیگه اینو نمینویسم چون اگه یادت باشه بهت گفتم به جای اینکه روابط رو 2 بار بنویسی 1 بار بنویس، ثابت ها رو حذف کن بعد گنگش کن. یعنی چی؟ الان مینویسم میبینی. به جای اینکه 2 تا حجم بنویسم 1 دونه مینویسم. حجم چی میشه؟ اینا رو بردارم شلوغ نشه. حجم میشه آهاش. حالا آهاش کوچیک بزرگ هرچی هست، یعنی سطح مقطع ضرب در ارتفاع. یه بار اینو باید برای این بنویسم، یه بارم برای این. این دوتا آشون یکیه؟ نه. هاششون یکیه؟ نه. پس چیشون یکیه؟ الان برات توضیح دادم که حجمشون
یکیه. حجم ثابت. اگه حجم ثابته ضرب این دوتا شده مقدار ثابت. وقتی ضرب دو کمیت مقدار ثابته اینا رابطه هموگرافیک یا عکس دارن. یه تایید بده. پس بنابراین میتونی با گنگ بری. یعنی چی؟ سطح مقطع این چند برابر اینه اونجا نوشتم 4 برابر. اگه سطح مقطع این 4 برابر اینه پس باید هاشش 1/4 برابر باشه. به فلش های من دقت کن. اونی که یه فلش میزنم مسئله داده، اونی که 2 فلش میزنم من به دست آوردم. پس باید اینی که سطح مقطعش اصلا معلومه اونی که سطح مقطعش بیشتره یعنی پهن‌تره مقطع بزرگتر داره مایه میاد اونجا باز میشه پس کمتر میره بالا. درسته؟ سطح مقطع بیشتر ارتفاع کمتر. سطح مقطع 4 برابر ارتفاع 1/4. پس بیا اینو مثلا اگه بگیری هاش اینو باید بگیری 1/4 هاش. منتها این کسری میشه با این حالت الان تو ضرب و تقسیماش اذیت میشی. بهتره همیشه کوچیکه رو بگیری هاش. مگه این 1/4 این نیست؟ پس این میشه 4 هاش. اون وقت دیگه کسری هم نیست محاسباتش هم ترتمیزتره. یه تایید بدید. دیگه هم نمی نویسم. همیشه باید ذهنی بگی. باید ذهنی بگی. الان 2 تا با هم تمرین کنیم. اگر شعاع این 3 برابر این باشه مساحت این 9 برابر اینه. مساحت 9 برابر باشه هاش بنویسید 1/9. اگر هاش 1/9 یعنی اینو کوچیکه رو بگیر هاش اینو بگیر 9 هاش. تایید. یعنی اگه کسی نفهمیده باشه یا گوش نداده یا مقاومت میکنه در برابر فهمیدن. یکی دیگه اینو از جلو چشت بردارم. اولین کاری که در این گونه سوالات که قراره یک یا چند مایه اینجا هستن بعد یه مایه جدید بریزه آیا جنس اون مایه مهمه؟ نه عزیزم مهم نیست. اینجا یه دونه از 2 تا 3 تا مهم نیست. مایات به حال تعادل قرار داشتن یه مایه جدید میریزه اینا یه حرکتی میکنن و وامیستن. حرکتشون راستی چقدر طول میکشه؟ چه میدونم 2 ثانیه. ببین اول که آخه مایعات اینجا ساکنن شما میتونی هیدروستاتیک در نظر بگیری و بالتازار بنویسی. بعد که مایع میریزی یه حرکت ریزی میکنن 2 ثانیه مثلا. خب دوباره وامیستن. دوباره که وایسادن میتونی هیدروستاتیک بنویسی. پس شما 2 بار میتونی هیدروستاتیک بنویسی. یه بار قبل از افزودن مایع یه بارم بعدش. یه تایید بده. آفرین. آفرین. اصلا خودت الان فهمیدی دیگه هیچی زمانم اصلا اهمیتی نداره. نه فردین. خب هیچی نوشتنی نداره و هیچ چیز جدیدی هم به جز اینی که برای توضیح دادم که اونم گنگ بود جدید نبود نداره. فرض کنید اینجا میگه یک یا چند مایع به حال تعادل قرار دارن. اصلا مهم نیست که یه دونه است یا چند تا. الان مثال حل میکنم هم با یه دونه هم با چند تا. شما فعلا داستانو یاد بگیر. جنسش این چیه؟ مهم نیست. میگه یه چیزی اضافه میکنیم جنسش چیه؟ مهم نیست. بعد میگه چقدر طول میکشه؟ مهم نیست. بعد از افزودن این فقط این حرکت میکنه اینم حرکت میکنه دوباره وامیستن. قبل از اینکه اینو اضافه کنی بالتازار مینویسی. نقاط همسط از یک مایع هم فشارن یعنی از همترازی استفاده میکنی. بعد از اضافه کردن مایع یه حرکت ریزی میکنه وامیسته دوباره بالتازار مینویسی. منتها چیکار کنم حالا الان؟ چه ارتباطی بین این بالا و پایین رفتن مایع هست؟ خودش میگه شعاع این 20 سانتی متر. خب شعاع این یکی میخواین بگیرم آر بزرگ اینو بگیرم آر کوچیک. شعاع این یکی 5 سانتی متر. شعاع این چند برابر اینه؟ بودو شله 4 برابر. شعاع 4 برابره. مساحت چند برابره؟ بودو 16 برابر. جابجایی یا بالا رفتن مایع این چند برابر اینه؟ 1/16. 1/16. الان هنوز یکی نوشته 1/4. بابا توان 2 داره آردو لامصب. این توان 2 داره. شعاع 4 برابر به توان 2 مساحت میشه 16 برابر. مساحت 16 برابر هاش میشه 1/16. پس این بالا رفتنش 1/16 این خواهد بود. یعنی مثلا این انقدر بره این بیشتر میاد پایین. حالا کدوم و کدوم بگیرم؟ کوچیکه رو بگیر هاش اون یکی رو بگیر 16 هاش.
یه تاییدم به من بده. اگه یاد نگرفتی دیگه هیچ وقت یاد نمیگیری. این خداییش جز سوالات دشوار فشاره. خب حالا 3 جور میتونن ازت سوال بپرسن. اینجا دیگه باید فقط سوالو درست بخونی. خب درست بخون. چی؟ خوب دقت کن. ممکنه بپرسن این چقدر میره بالا؟ شما بنویس چقدر. هاش میره بالا. ممکنه بپرسن این چقدر میره پایین؟ شما بنویس 16 هاش، یعنی هاشو به دست آوردی یادت نره ضرب در 16 کنی. اما یه چیز دیگه هم گاهی میپرسن، اینجا رو نگاه کن. سطح این دوتا مایه اختلافشون اول 0 بوده. اگه این هاش بره بالا، سمت راستیه، هاش بره بالا پایینیه، 16 هاش بیاد پایین، اختلافشون به جای 0 میشه چقدر؟ چقدر؟ الان من موندم. اونی که نوشته 15 هاش همه نوشتن 17 هاش، اونی که نوشته 15 هاش شما کجای دلم جا بدم؟ خب آخه لام هستم، این دیگه اصلا به فیزیک ربطی نداره. چجوری نوشتی 15 هاش؟ خب اینا همسط بودن، این یه هاش رفته بالا، این 17 تا اومده پایین. الان ببخشید 16 تا اومده پایین. همسط بودن، این یه هاش رفته بالا، این 16 تا اومده پایین. اختلافشون از اینجا تا اینجا چقدره الان؟ دکتر از اینجا تا اینجا. خب این ببین، یعنی نمیدونم باید چندم ابتدایی یاد میگرفتین. این یه هاش باشه، این 16 هاش. اینو الان من یاد گرفتی، اما اینکه این دوتا رو باید با هم جمع کنین و خودت بلد نیستی. شاید اشتباه تایپ کردی یا سوتی دادی، اب نداره، ولی منظورم اینه که روز کنکور فرصتی برای اشتباه نداری. الان اشکالی نداره، اشکالاتو من میگیرم، ولی لطفاً دقت بکن که اینا اختلافشون الان میشه 17 هاش. بعد همینو میری تو تستا بعد میخونی. خب بعد که بعد بخونی هیچی دیگه، هر سه هم تو گزینه ها هست. هاش هست، 16 هاش هست، 17 هاش هم هست. دقت نکنی یه نمره منفی مشتی توپل گرفتی سر هیچی. یه دونه همینجوری بپرسم میتونید بگید، میگی یه لوله یو شکله، شعاع این اگه آره، شعاع این 5 آره. اولش اختلاف سطح اینا هیچی، یکیه. مایه اینجا اضافه کنم، اختلاف سطح اینا چقدر میشه؟ اختلافو میخواد. مختصر و مفید نوشتم، ببینم تو چند ثانیه جواب میدی. نفت در اومد یا نه؟ ماشاءالله. یه دونه هم غلط ندیدم خدا وکیلی. چرا یه دونه الان دیدم، چه چشی دارم. حتی فکر کنم جا انداخته، چون 6 به هیچ وجه نمیرسید. شما میخواسته 26 بزنه، خیلی سریع زده، 2 جا افتاده. خب یعنی اشکال تایپی بوده قاعدتا. چون مثلا اگه بگی 5، بگی هاش، بگی 25، یعنی اینا رو اشتباه کردی. آقا این شعاعش 5 برابر اینه، پس مساحتش 25 برابره، پس جابجاییش 1/25. این هاش بره بالا، این 25 هاش میاد پایین. اختلافشون اول 0 بوده، حالا میشه 26 هاش. کل پروسه‌ای که برای این سوالی که نسبتاً سنگینه و یه قسمتی از یک سوالی که الان میخوام حل بکنم و اینش فقط جدید بود، بقیه‌اش هیچ کدوم جدید نیست. خب 5 ثانیه هم نمیشه. قبول داری؟ ماشاءالله. حالا یه حالت خاص داره، اینم ببین. میگه لوله یو شکل داریم، سطح مقطعش ثابته. یعنی چی؟ یعنی سطح مقطع این با این برابره. خب سطح مقطع برابره و تو اینم مایه یا مایات به حال تعادل قرار دارن. بعد اینجا مایه اضافه میکنیم. خب این میره بالا، این میاد پایین. سطح مقطع برابره، حجم بود آهاش، حجم ثابته. آ چند برابره؟ 1 برابر. اگه 1 برابره، هاش هم 1 برابر. پس اون وقت اگه این هاش بره بالا، این هاش میاد پایین. تایید؟ این آسان‌تر شد که؟ بله. فقط بعضی وقتا آسان‌تر میشه، ما گیر میکنیم. میخواستم فقط ببینی. حالا اگه بگه اختلافشون چقدر تغییر کرد، چی میگی؟ 2 هاش. 2 هاش. هاش و هاش رو جمع میکنی میشه 2 هاش. این من دیدم، خیلی هم دیدم که اینو نکته میکنن، حفظ میکنن،
اونم برای وقتی که سطح مقطع‌ها ثابته. بعد اگه فرق کنه کلا نمیتونن جواب بدن. شاید شما هم جز این گمراه‌های قدیمی بودید. خود منم موقع دبیرستان همین کارو میکردم. خب حل بچه‌ها؟ خیالم راحت؟ خیلی خوب. حالا اینو ببینید. یه قانون نانوشته است. اگه در سوالات کنکور سطح مقطع لوله ها رو نگفت که برابرن نیستن فلان، منظورش اینه که برابرن، یادش رفته، جا افتاده از سوال. اینم یه تایید بده. خب فقط این اومد پایین، این رفت بالا. ببینید توجه دارید که اینجا یه مایه اضافه شده که اینطوری شده و توصیه میکنم یه شکل جدید بکشید. یه چند تا سوال که حل کردی راه افتادی، اگه دوست داشتی شکل جدید نکشی دیگه نکش. خب بریم الان سوال حل کنیم ازش. ببینی اولین سوالی که میخوام حل بکنم، الان من این وسط صحبت کردن و توضیح دادنم یه 2 نفر فکر کنم شادم یه نفر بود همون هی تکرار میکرد، میگه آقا مثال بزنید. خب بابا صبر کن اول توضیح بدم چی کار باید بکنی بعد مثالم میزنم. این مثالی که گذاشتم اینجا خوشگلی نیست که، میخوام حلش کنم دیگه. بفهمی کنکور سراسری 99 بوده. خب من یه دونه حل کنم قشنگ. ببین میگه 2 تا لوله استوانه‌ای داریم. این 2 تا رو میگه همون لوله یو شکله. میگه 2 تا استوانه‌ای داریم که توش چی داریم؟ آب. یه مایه داره. قطر قاعده یکی از استوانه‌ها 3 برابر اون یکی، این بزرگتره این کوچیک‌تره. قطر این 3 برابره. پس شعاعش هم 3 برابره، مساحتش 9 برابره، جابجاییش 1/9. الان اگه مایه پایه اضافه کنن این بیاد پایین هاش، این 9 هاش میره بالا. یه تایید بده. این 5 ثانیه بیشتر طول کشید. هیچی هم ننوشتم، اصلا هم حفظی نیست، نکته هم نیست، مفهومیه. قبوله؟ خب شاید آقا این ور بریزن، نخوندم سوالا، اگه این ور بریزن این 9 هاش میاد پایین، این 1 هاش میره بالا، فرقی نمیکنه که، یا اینجوری حرکت میکنن یا اینجوری. توش چی بوده؟ خودش میگه آب داریم، فقط یه مایه داریم، هم سطحن. بعد استوان حتما میخواد این کار بکنه، میگه اگه از لوله سمت چپ اینجا چیکار کرده؟ نفت ریخته. خب نفت بریزی سطح آب تا اینجا میاد پایین، سطح آب اینور تا اینجا میره بالا. حالا اگه بپرسه سطح آب چقدر میاد پایین، میگی هاش. اگه بگه سطح آب در شاخه مقابل چقدر میره بالا، میگی 9 هاش. اگه بگه اختلاف سطح آب چقدر تغییر میکنه، میگی 10 هاش. چقدر اینجا نفت ریخته؟ 5 سانتی متر. آقا شکل رو الان من دوباره میکشم، ولی راه افتادی دیگه نکش، رو خود این بگو، ولی فعلا ما میکشیم. بعد میگه آب در لوله باریک، این لوله باریک چند سانتی متر نسبت به حالت اول بالا میره. شما فعلا فقط میخوام ببینم سوالو درست خوندی یا نه. هاش میخواد یا 9 هاش یا 10 هاش؟ بنویس ببینم کدومو میخواد. اینو دیگه اگه نتونی بگی یعنی سوالو نخوندی. اینو خواسته، بعد میره هاشو به دست میاره، تو گزینه ها معمولا هست، نمره منفی میگیره. اگه زرنگ باشی یعنی ببین الان 9 برابر اینه، اگه طراح بخواد برات دام بذاره باید هم هاشو بذاره هم 9 هاشو دیگه. یعنی جواب ها باید 9 برابر هم باشن. فهمیدی؟ 9 برابر. درسته؟ خب که الان مثلا چه میدونم اینجا نداده، 3 برابر داده. خب من حالا حلش کنم. شکل رو دوباره گفتم بکش، ولی راه افتادی دیگه نکش. این شکلمون یه لوله یو شکله، شعاع این ور، قطرش البته گفته ولی شعاع هم همونه، قطر این 3 برابر اینه، شعاع این هم 3 برابر اینه، مساحت این 9 برابر اینه. یه خدچین بذار اینجا، همون جاییه که اول آب به حال تعادل قرار داشته که خودش گفته مقطع آ پریم، سطح آ پریم اسمشو گذاشته. بعد از اینجا من که نفت ریختم، نفت آب و هل داد پایین، چقدر؟ به اندازه 1 هاش اومد پایین. این بر چی؟ به اندازه 9 هاش میره بالا. این که با چشم تعیین میشه. یه ذره فقط من شکل رو بزرگترش کنم. حالا
این چقدره؟ یه هاش. این چیه؟ آب. قبلا اینجا بود، یه هاش رفت پایین. چرا؟ نفت هولش داد پایین. این بر چی؟ این بر به اندازه 9 هاش رفت بالا. خب چرا اینطوری شد؟ نفت ریختیم. چقدر؟ این نفته. نفت ریختم که اینجوری شد. نریخته بودم که اینجوری نمیشد. خب میگه چقدر نفت ریختیم؟ خودش میگه 5 سانتی متر نفت ریختیم تا ارتفاع 5 سانتی متر. این نفته. تا اینجا رو یه تایید بهم بدین. فقط یه اشکال تایپی داره، اینو درستش کنید. این روی جیوه نیست، این روی نفته. ببخشید، این روی نفته. اینو درستش کنید. یه اشکال تایپی. روی نفت هم به شما داده 8 دهم. روی آبم که 1. خب آقا من این نفت رو ریختم، تا اینجا مشکلی نداری؟ اینش فقط جدید بود، بقیهش دیگه همه رو چند هفته است داریم کار میکنیم. من نفت بریزم اینو اول میده پایین، اینو اول میده بالا. آب اول اینجوری بوده، نفت میریزی اینجوری میشه، دوباره وامیستن. شکل رو دوباره کشیدم. اگه خواستی یه بار بالتازار میتونی اینجا بنویسی، یه بار اینجا به درد نمیخوره. این دو نقطه رو من هم فشار بگیرم چه اتفاقی میفته؟ هیچی، چیزی بهم نمیده. اما اینجا اگه بخوام بالتازار بگیرم کجا رو میگیرم؟ لبه پایینی مایع پایینی. اینو میگیرم، حالا آ نگیرم چون نقطه آ پریم داریم، قاطی نکنی. اسم اینو میگیرم نقطه 1، خطی میکشم، این رو میگیرم نقطه 2. توجه دارید که این هاشه، این هاشه ها، هاش. الان این نقطه بالاش چی داریم؟ 5 سانتی متر نفت. این نقطه بالاش چی داریم؟ یه هاش و 9 هاش، 10 هاش آب داریم. یه تایید بدید اینم. من هنوز هیچی ننوشتم ها، فقط یه شکل کشیدم که اونم را بیفتی شکل رو نمیکشی. بنا به اصل بالتازار این دو نقطه هم فشارن. حالا من می‌نویسم یه چیزی داشته باشید، ولی خداوکیلی اصلا حل نداره. این دو نقطه هم فشارن. فشار این نقطه 5 سانتی متر نفته. پررو میشه برم؟ بله پررو میرم، ولی باید روجیاش برم. روجیاش به اضافه پسف، روجیاش به اضافه پسف، پسف را میره، جیا میره، روهاشا برابرن. روهاش نفت، روش 8 دهم، هاشش 5 سانتی متر. این طرف روهاش آب، روی آب 1. پس چرا پررو 8 دهم گذاشتم؟ باید این از این بیشتر باشه. اینو 8 میذاشتم، باید اینو 10 میذاشتم. هاشش یعنی عمقش 10 هاشه. کل حل این سال همینه. فهمیدی یا نه؟ آره؟ کیا خیلی حال کردن؟ ماشاءالله. اینا سوالای سختی هن. خب این میشه 4، اون 10 میاد میشه 14. هاش میشه 14 سانتی متر. خب من فکر کنم این تو گزینه‌های کنکور 14 بود. طرح انقدرم گیج نیست. حالا اگرم نبوده من اینو 14 میکنم سخت‌تر شه، که یه موقع یعنی دام میذارم که اگر کسی اینو سوتی داد بره گزینه 3 رو بزنه. خیلی خوب، ولی یادت باشه چی مجهوله؟ قربونت چی مجهوله؟ 9 هاش. نری اینو بزنی یه موقع. 9 هاش، 9 هاش رو خواسته. 9 هاش میشه 9 4 تا 36 تا با یه اشار 3 و 6 تا. اون گزینه 2 درسته. تایید. این یه روش. خیلی سوال سنگینیه ها. الان اینقدر از اینا حل میکنم باقلوا بشه. اینش که جدید نبود که، اینو چند هفته است داریم حل میکنیم. تنها قسمت جدیدش این بود که شما اینو حاشیه کاشتو نگیری، اینا رو نکته نکنی. این میاد پایین، این میره بالا. حجم اینا برابرن، یعنی آهاش مساحت این 1/3 اینه، پس بعد ببخشید قطر این 1/3 اینه، مساحتش 1/9، ارتفاعش 9 برابره. فقط یه چیزی بنویسم اینو داشته باشی، بعداً میخوای بخونی. آهاش مساوی مقدار ثابت، وگرنه نیازی به نوشتن نداشت. سطح مقطع مال بزرگه به کوچیکه یا کوچیکه به بزرگه فرق نمیکنه. بزرگه 9 برابره، قطر 3 برابره، مساحت 9 برابره، هاشش میشه 1/9. پس اونی که مقطع بزرگتر داره و 9 برابره ارتفاعش باید 1/9 باشه. اینو میگیرم هاش، اینو میگیرم 9 هاش. یا نخواستی برعکسش، یعنی چی؟ میگی سطح مقطع این 1/9 اینه، پس ارتفاعش 9 برابره اینه. هر جور خودت حال میکنی، هیچ مهم نیست، ولی اصلا نمی نویسیم دیگه. روش دوم
5 سانتی متر نفت. من خیلی این رو دوستش ندارم. خب روش خوبیه ولی خیلی دوستش ندارم. 5 سانتی متر نفت یا روغن. بیا ببینیم چند سانتی متر آبه. یعنی چی؟ میخوام به جای نفت آب بذارم. تبدیل واحدشو یه بار با هم مرور کنیم. ببین مگه شما سانتی متر یه مایه رو میخوای بکنی سانتی متر جیوه ضرب در رو به روی 13.6 نمی کردی که این 13.6 چگالی این بود اینم مال این بود. حالا فکر کن به جای جیوه بخواد آب باشه باید اینجا روی آبو بذاری. اینجا بخواد یه مایه دیگه باشه یعنی 2 تا مایه، مایه 1 مایه 2. اون وقت باید به جای 13.6 چگالی چی رو بذاری؟ چگالی این مایه رو بذاری. چگالی این یکی هم که اینجاست. در واقع انگار رو آشاشون رو مساوی میذاری یا اثباتش اینه رو 1 هاش 1 مساوی رو 2 هاش 2. این رو 2 اومده اینجا. خب هاش 2 این هاش 1 رو ضرب در این میکنیم میشه این هم اثباتش. خیلی دوستش ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه بهترین مایه دنیا جیوه است. ما همه رو به جیوه تبدیل میکنیم. اگه قرار باشه نفت رو بکنیم آبو بکنیم الکل میشه ها. دارم یاد میدم. خیلی دوستش ندارم. به هر حال بعضیا ممکنه حال کنن با این روش. پس اگه خواستی سانتی متر یه مایه رو بکنی سانتی متر یه مایه دیگه باید ضرب در این بکنی که همون روهاشا رو انگار با هم مساوی قرار بدی. اگه با این تبدیل هم حال نمی‌کنی روهاشاشون رو مساوی بذار. مثلا رو آبو بهت میده 1، رو نفتو بهت میده 8، بعد میگه 10 سانتی متر نفت میشه چند سانتی متر آب. طبق این تبدیلی که الان برات گفتم باید این 10 رو ضرب در رو نفت یعنی 8 تقسیم بر رو آب یعنی 1 کنی. بعد بعضی هم دیدم اینو نکته میکنن چون رو آب 1 میگن خب آقا ما بریم اینو ضرب در روش کنیم دیگه. خب حفظی میشه اومدیم آب نبود میشه 8. منطقی هم هست دیگه چون نفت چگالی کمتری داره ارتفاع بیشتری لازم داره تا همون فشار یعنی همون روهاش رو تولید کنه. 10 سانتی متر نفت فشاری که در عمق 10 سانتی متری نفت تولید میشه مثل فشاریه که در عمق 8 سانتی متری آب تولید میشه. مفهوم این داستان اینه. فهمیدید؟ تأکید میکنم چون بخوایم آب بکنیم اینجا میشه 1. بعضیا اینو حالت خاص رو نکته میکنن. کلا هم این روش رو من خیلی دوستش ندارم. این خیلی خوب بود. همه رو هم حل میکنه. بعدم اصلا روش دوم راستشو بخوای یه جورایی همون روش اوله. یه تغییر قیافه داده. خب میخوام برم 5 سانتی متر نفتی که اینجا دارم میشه چند سانتی متر آب. طبق تعریفی که طبق تبدیل واحدی که الان بهت گفتم باید اینو ضرب در رو نفت یعنی 8 به روی رو آب یعنی 1 بکنم میشه 4 سانتی متر آب. ببخشید آب. خب یعنی این فشارش میشه 4 سانتی متر آب. پس این 10 هاش هم میشه 4 سانتی متر. اگه 10 هاش میشه 4 سانتی متر یعنی هاش میشه 4 اینم میشه 3.6. تایید بدید. اگه دوست داشتی اینم میتونی بری هر جو خودت حال میکنی. بگم دوباره اگرم میخوای روش دوم بری لااقل این کارو بکن. چی؟ بگو این 5 سانتی متر نفت رو برمی‌دارم 4 سانتی متر آبه ایناش اینه این 4 سانتی متر آبه. اگه این 4 سانتی متر آبه این 10 هاشه پس هاشش میشه 4 اینم بقیه‌اش میشه 3.6. من اولیه رو بیشتر دوست دارم. هر کی اولیه رو دوست داشت بگه یه 1 بده دومیه رو دوست داشت یه 2 بده. همینجوری سلیقتون میخوام دستم بیاد. کاملا سلیقه‌ایه. بعضیا 1 زدن بعضیا 2 زدن بعضیا 12 زدن یعنی هر دو رو دوست دارن. بسیار عالی. خیلی خوب. من دیگه روش دومو نمیرم ولی به هر حال اینم هست. اگه دوست داشتید شما اینو برید. آخه ببین این همونه. ببین همونه واقعا. روهاشا رو مساوی میذاریم میشه این تبدیل دیگه. اینم ما روهاشا رو مساوی گذاشتیم دیگه. خب بریم یه سوال دیگه حل کنیم. بفرمایید. سوال بعدی 36. 2 دقیقه وقت میدم حل کنید. بدو. بدو.
2 دقیقه وقت داری. اگر جلسه اولتونه و فیلم جلسات قبلی رو ندیدید ممکنه یه خورده براتون سنگین باشه. کاملا هم منطقیه که بهتره که اول فیلم اون جلسات قبلی رو ببینید که بتونید خودتون رو با بچهای دیگه همفاز کنید. خب من دارم گزینه‌هاتون رو میخونم ها. یه پدیده هم یه نفر نوشته بود تو گزینه‌ها نیست. تو خوبی. اعتماد به نفست خیلی بالاست. دمت گرم خداییش. لااقل هیچی ننویس. یا بگو به جواب نرسیدم. تو گزینه‌ها نیست یعنی من درست حل کردم، گزینه‌هاش غلطه، ایراد داره. معنیش اینه. خب بریم ببینیم. الان جوابایی که دیدم 2 3 بود بیشتر. تک و توک یکم دیدم ولی بیشتر 2 3 دیدم. بریم ببینیم. میگه در شکل مقابل ارتفاع آب در هر 2 شاخه لوله برابره و 20 سانتی متر تو شکل هم نشون داده. درون یکی از شاخه ها به آرامی روغن میریزیم تا طول ستون روغن 25 سانتی متر بشه. در حالت تعادل منظورش چیه؟ یعنی وقتی روغن رو ریختیم اینا یه ریز حرکت میکنن، وامیستن، به تعادل میرسن. ارتفاع آب در شاخه مقابل چند سانتی متر بالا میره. چگالی آب و روغن هم داده. اول اینکه چگالی روغن رو بعضیا همیشه 8 دهم میگیرن، میبینی بعضی وقتا 8 دهم، بعضی وقتا 6 دهم. ما چندین نوع روغن داریم. این یک. پس سرخود 8 دهم نگیرید، کما اینکه تو اینجا میبینی 6 دهمه. دوم اینکه سطح مقطع اینا رو گفت چند برابر همن. هیچی نگفت. هیچی نگفت یعنی چی؟ بدو بنویس برام. یعنی با هم برابرن. سطح مقطع این با سطح مقطع این برابره. اگه اینجوریه هاش این با هاش این برابره. وقتی که سطح مقطع و برابرن فرقی نمیکنه اون مایع دومی که میخوایم اضافه کنیم و اینجا ریزیم یا اینجا. برای همین گفته در یکی از شاخه ها میریزیم. تا اینجا رو یه تایید به من بده. کجا بریزم؟ مثلا اینجا میریزم. این میاد پایین، این میره بالا. این میره بالا تا اینجا میشه هاش. این میاد پایین تا اینجا، اینم میشه هاش. به حال تعادل میرسن. ببینم یه دونه رو خودش اگه بگم میفهمی یا نه. میخوام زوده ها ولی میخوام شانسمون رو امتحان کنم. سطح آب دیگه اینجا نخواهد بود، اینجا خواهد بود. اینم اینجا نخواهد بود، اینجا خواهد بود. یعنی این میشه آبت. خب اینجا چی ریختیم که اینجوری شد؟ روغن. اینم میشه روغنت. این روغنت. رو خودش دارم میگم، ببینم فهمیدی یا نه. شکل رو فهمیدی دیگه، نکشم. آفرین. اگر رسیدی به این نقطه که باید قاعدتا رسیده باشید دمت گرم. اگه نرسیدی دوباره باید شکل بکشی. همینو باید جدا بکشی. خب اینجا چقدره؟ خودش میگه ارتفاع ستون روغن، این روغن رو ریختم اینجا، این روغنه. تو ظرف چی بود؟ تو ظرف آب بود. میگه ارتفاع ستون روغن برسه به چند؟ 25 سانتی متر. بعد که رسید به تعادل، حالا بالتازار بنویس. این نقطه هنوزی چی ننوشتم ها؟ این نقطه با این نقطه هم فشاره. اسم اینو میگیرم نقطه 1، اینو میگیرم نقطه 2. خب این دو نقطه هم فشارن دیگه نمی نویسم. رو جی هاش به اضافه پ صفر، رو جی هاش به اضافه پ صفر میره، جی ها میره، رو هاشا برابرن. روهاش روغن، روغن 6 دهم، هاشش 25 مساوی روهاش آب. فقط هاشش اینه ها قربونت، اینه ها. عمق این نقطه این یه هاش، اینم یه هاش، میشه 2 هاش. اینو قبول داری؟ همش ذهنیه اگه فهمیده باشی. خب آب بوده، چگالیش 1، ارتفاعش 2 هاشه، عمقش 2 هاشه. از اینجا هاش به دست میاد. فقط من یادم رفت چی میخواد. میگه ارتفاع آب در شاخه مقابل چند سانتی متر خواهد شد.
چند سانتی متر خواهد شد؟ 20 تا بوده، یه هاش بهش اضافه میشه. هاشو به دست بیار، هر چه که بود به 20 اضافه کنی جوابیه که خواسته. فهمیدی چی میخواست؟ 20 به اضافه هاش رو میخواد. این هاشه، اینم چیه؟ هاشه. عمق این نقطه 2 هاشه. ولی این نگفته که اختلاف سطح. ببین ممکنه بگه این چقدر میره بالا هاش، این چقدر میاد پایین هاش، اختلافشون چی میشه؟ 2 هاش. ممکنه بگه سطح این یعنی ارتفاع آب به چقدر میرسه. این 20 به اضافه هاش دیگه، این دیگه اصلا به فیزیک واقعا ربطی نداره. 6 تا 25 تا 150 تا 0.8 میره میشه 15 تا 2 تقسیم میشه 7.5. کل حلش همین. بیا این 7.5 اینم 20 میشه 27.5. بفرمایید. گزینه 2 درست. تایید بدید. الان یه نفر نوشته چرا 2 هاش؟ به خدا رشته های دیگه هم داریم. من نمیدونم چرا همتون فکر میکنید باید بیاد برید دکتر مهندس شین. این همه رشته های دیگه داریم. من الان چقدره؟ نزدیک 1 ساعته دارم این موضوع رو توضیح میدم. میگه چرا 2 هاش؟ آقا شما بچه ها، اونی که گفته 2 هاش الان چی بهش بگم؟ همین الان احتمالاً رسیده. این دعاشو خودشو چند بار گفتم، چون هر کی دوست دارید یا با دقت بالاتری ببینید یا اینقدر اعتماد به نفس نداشته باشید دیگه. بعدم فیلمو دوباره ببین متوجه میشی. 3 بار توضیح دادم. خب روش دومم برم حالا دیگه، ممکنه نرم ولی حالا الان یه بار دیگه برم. کسانی که میخوان از این روش برن، شما باید این 25 سانتی متر روغن رو تبدیل کنی به چی؟ آب. 25 سانتی متر روغنه ضرب در روغن به روی آب، این میشه 15. الان شد 15 سانتی متر آب. یعنی این مثل 15 سانتی متر آبه، یعنی این باید مثل 25 سانتی این 15 سانتی متره. 2 هاش این 7.5 اینم 7.5. 7.5 و 20 میشه 27.5. اینم روش دوم. آها میگه نه اینترنتش یه لحظه قطع شده، اون تیکر رو ندیده. خب حالا من برات یه بار دیگه میگم. ببین اینا هم سطح بودن، سطح مقطعا برابر باشه هاشا برابره. این هاش میره بالا، این هاش میاد پایین. اینا اول آب اینجا بود، شما روغن بریزی اینجوری میشه. خب عمق این نقطه 2 هاشه، این هاش با هاش برابره میشه 2 هاش. خب حالا میخوام سخت ترین سوال تاریخ کنکور از اینا رو برات حل بکنم که آسونترش 1401 اومد که این آرمین کشت منو. میگه آقا میشه اونا که هم تراز میشن و بگین؟ صبر کن دیگه بابا جان، صبر کن. وقتی من ادعا میکنم تمام سوالات تو جزوم بوده، حتما بهت نشون میدم دیگه. این پارسال عمل کردم. پارسال چی؟ الان 20 ساله دارم، 15 ساله دارم حل میکنم. این سوال خیلی سوال سختیه. خیلی آسونترش، خیلی هم نه، حالا مثلا نصف این به اندازه نصف آسون بشه، امسال 1401 اومد. من میخوام اینو الان توضیح بدم، میخوام یه دور 1-2 دقیقه اینو خودتون بخونید. خب ببینم چی میفهمید، بعد من توضیح بدم. احتمالاً هم نمیتونید حل کنید، مهم نیست، من خودم توضیح میدم. بخون لااقل سوالو بفهم. بدو ببینم، بدو من برم یه چایی بریزم بیام. حالا من توقع ندارم اینو به گزینه برسید، ولی بعد از اینکه من حل کنم اگر شبیهش بیاد که دیدید 401 اومد، دیگه باید به گزینه برسید. سوال ولی بخون لااقل ببین چی میگه. الان یه نفرم میگه سوالو خوندم نفهمیدم. برو دکتر، سوالو نمیتونی بخونی دیگه من چی کار کنم دیگه؟ سوالو نمیتونه بخونه. سوال سختیه ولی صورت سوال خوندن آفرین. ببینید اشکال تو این دو تا موضوع در این سواله. خوب گوش کن من حل کنم. باری کلا اینایی هم که گزینه دادید به جز 1-2 یه بار گزینه بدید بگم حدوداً چقدر. بگذاریم محمد حسین میگه بهش میخوره 4 باشه، مگه خوردنیه؟ باید حل کنی. ماشاءالله 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 عالیه. بیاین حالا اینه که حل کردید دمتون گرم، نکردیدم هیچ اشکالی نداره، ولی بعد از من حل نکنی کشتمت. اونایی که صورت سوالم خوندن نفهمیدن
دیگه سوال چی میگه؟ اولا به جای یه مایه چند تا مایه داره؟ 3 تاست. گفتم اصلا مهمه دونه دونه تیکه تیکه بریم؟ مهمه؟ نه. آخه اون 2 تا قبلی ها یه مایه بود، این شده 3 تا. بشه جیوه فقط همتراز اول. خب چه بهتر. این معنیش اینه که روحاش این روغنه با روحاش این آبه برابره. قبول داری؟ آقا سوالش ایراد نداره. روی آبو داده، روی جیوه رو داده، روی روغن رو نداده. نه دیگه، این بدجنسی طراح بوده. سوال کنکور سراسری بوده. این سالش یادم نی، ولی فکر کنم اگه اشتباه نکنم 92 به تجربی داده بودن. روی روغن رو نداده. خب حالا اگه کسی میدونه سالش چند بوده به من بگه، من سالاش یادم نمیمونه. شادم عقب‌تر بوده. 92 بود، درست گفتم؟ 89 یه نفر میگه، نمیدونم، همین حدود همین سالا بوده. 92 یا 91. 92 ولی فکر کنم بود، چون 92 کنکورش سخت بود. خب شادم 89. حالا به هر حال مهم نیست، یعنی حدود 12 سال پیش درس میخوام ازش بگیری. فکر نکن سوالا جدید بیان، همونا دارن تکرار میشن. خب عین این سوال که چه عرض کنم آسونترش امسال دوباره اومده، عدداش بهتر بوده. اینجا این نامرد چگالی روغن رو نداده، باید خودت بری به دست بیاری. امسال داده بود چگالی روغن رو، لازم نبوده بری به دست بیاری. خب بیا اینجا. اول من باید ببین این هنوز هیچی اضافه نکنه. گفتم یادت باشه چند بار میشه بالتازار نوشت؟ 2 بار. یه بار قبل از اضافه کردن، یه بار بعدش. خب چرا تو سوالای قبلی ننوشتی؟ برای اینکه لازم نبود. اینجا من بالتازار می نوشتم چی میداد؟ هیچی. اینجا بالتازار می نوشتم چی میداد؟ قبل از اضافه کردن هیچی. ولی اینجا اگر من بیام الان بالتازار بین این 2 نقطه بنویسم، رو جی‌هاش به اضافه پ صفر این با رو جی‌هاش به اضافه پ صفر این برابر پ صفر میره، جی میره، روهاشا برابر 20 سانتی متر آب، 25 سانتی متر روغن. چگالی روغن میشه 8 دهم. الان همینو چند بار نوشتیم تو اون سوالا، تو اون سال قبلیه. چگالی روغن به دست میاد 8 دهم. نمیتونی ذهنی بگی؟ اب نداره، بنویس. بالتازار بین این 2 نقطه، اسمشو میذارم نقطه آبه. پی آ مساوی پی ب. از این چه نتیجه میگیرم؟ رو جی هاش به اضافه پ صفر میره، جی میره، رو هاش رو آب 1 داده خودش، هاش آب 20 مساویه، مال این ور بود، مال این ور رو روغن ضرب داره هاشش 25. رگ به رگ نشی فقط باید الان 25 رو ببری تو مخرج. 20 به یه دونه 4 ساده، به یه دونه 5 ساده کنیم میشه 4 پنجم، یعنی 8 دهم. پس روی روغن شد 8 دهم. نداده بود، فدای سرت، خودمون به دست آوردیم. یه اینقدر بیشتر داشت. یه تایید بده تا اینجا رو. یه بدجنسی که طراح کرده بود این بود. دیگه چی؟ بقیه‌شو میخونم. میگه سیستم در حال تعادله. خب میدونم تعادله، بالتازار نوشتم اینو به دست آوردم، یعنی من از خط اول اینو به دست آوردم. میگه تقریبا یعنی که جوابش روند نیست، اشاری روندش کن خودت. چند سانتی متر به ارتفاع ستون آب اضافه کنیم. ببین یعنی اینجا آب 20 سانتی متره، میگه اینجا آب اضافه کن. آقا این هم جنس اینه. مگه من نگفتم اصلا جنسش مهم نیست؟ مگه نگفتم؟ پس بنابراین اصلا مهم نیستش که اینجا یه دونه مایه است یا چند تا. اینی که اضافه میکنیم هم جنس اینه یا جنسش فرق میکنه، جنسش مهم نیست. تایید بفرمایید. به جنس چی کار داری؟ مثل خودته. مهم نیست. خب من این آبو بریزم، فقط یه چیزی اینجا گفته، میگه به این آبه چقدر آب اضافه کنیم. اضافه کنیم یعنی اون آبی که اضافه میشه به این 20 میشه 20 خورده ای. اون چیزی که اضافه میکنیم یه دونه این گزینه هاست، مثلا 5 سانتی متر. ببین خیلی هم گزینه‌اش نزدیکن، 5 4 و 9 دهم، 5 و 4 دهم، خیلی نزدیکن. این 9 4 دهم یه ذره اختلافش با اون زیاده. حدود مثلا همینا اضافه کنم، مثلا اگه 5 درست باشه میشه 25. وقتی میاد پایین این میره بالا. اینجا رو داشته باش. سطح مقطع لوله ها رو چیزی گفته یا نگفته؟ نگفته یعنی چی؟ برابرن. حالا که برابرن، اگر این هاش بیاد پایین این چقدر میره بالا؟ اینم هاش. اینم قبول داری؟
آره؟ خب یه چیزی فقط در این سوال گفته، اونم چی؟ در آخر سوال میگه تا سطح آزاده، سطح آزاد یعنی اینجا، آب و روغن، این آب این روغن در یک تراز قرار بگیرن. اینو اگر بخوای رو خود این شکل بگی خیلی پیچیده میشه. توصیه میکنم چون سوال سنگینیه یه شکل دوباره بکشیم که قاطی نکنیم. یه شکل میکشم، پس ملاحظه بفرمایید. اگه خیلی خفن شدی ممکنه بدون شکلم بگی خوب باشه دمت گرم عالی هستی. آقا یه دونه اول من خدچین میذارم، اون جای اولیه رو گم نکنم. کجا بود؟ اینجا بود. همون جایی بود که آبه گرفتم. همون جایی که آبه گرفتم. اول جیوه اینجا بود. این پایین جیوه است. بعد جیوه به اندازه هاش رفت پایین. این جیوه است. این طرف چون سطح مقطع برابره به اندازه هاش اومد بالا. تیکه تیکه تایید بده ببینم مشکلی نداری. این همینه که امروز بهت یاد دادمه. با چشم خدا وکیلی باید بگی. مگر یعنی شما اگه هیچی هم فیزیک ندونی یاد میگیری. مگر میگم گوش نکنی یا مقاومت کنی خودت. خب این روغنی که این بالا داشتیم چقدر بود؟ 25 سانتی متر. به اون که دست نزدیم. اون 25 سانتی متر رو بذار سر جاش باشه. این روغنمونه. چقدره؟ 25 سانتی متر. این روغنه. این چی بود؟ جیوه. چی شد که اینجوری شد؟ من آب ریختم اینجا. خب آبو میگه اینقدر بریز، اینجا رو دارم میگم. اینو نگاه کن. سطح آزاد روغن و آب همتراز شود. یه ذره سربالایی رفتم فقط. سطح آزاد روغن و آب همتراز شون، یعنی در یه سطح قرار بگیرن. اینو خودش گفته. فهمیدی؟ خب این کی الان؟ این آبه. چقدر هست؟ نمیدونم دیگه، ولی مطمئنا از 20 بیشتره. یه چیزی اضافه کردم دیگه، 20 خورده ایه. من اگر این ارتفاع آب رو به دست بیارم، این آبه، اسمشو مثلا بگیرم هاش، این آب رو به دست بیارم، این مجهوله، مثلا میشه 25 مثلا. بعد 20 تا بوده شده 25 تا، اون وقت جواب میشه 5 سانتی متر گزینه 1 مثلا. میگم گزینه 1 نیست. دقت کردی؟ سوالو فهمیدی؟ الان داشتم سوالو توضیح میدادم. خب الان یکی میگه چرا روغن بالا نرفت؟ رفت دیگه. پس این هاش چیه رفت بالا؟ خودش داد بالا. ببین نقطه بی اینجاست. این نقطه بیه. زنها اینو زرد میکنن میگن اون زرده، این آبی مثلا. اینجا نقطه بیه، به اندازه هاش رفت بالا. 25 سانتی مترش اگه تغییر نمیکنه دست نزدم به روغن که. خب آقا اینا وایسادن دوباره به تعادل رسیدن. کجا هم فشارن؟ لبه پایینی مایع پایینی. این دو نقطه هم فشارن. اسم اینو میگیرم نقطه 1، اسم اینو میگیرم نقطه 2. این هاشه، اینم هاشه. اینم بنویسم. این نقطه 2 یه هاش و یه هاش، یعنی 2 هاش جیوه داریم. 25 سانتی متر روغن. فشاری که به این وارد میشه از طرف جیوه و روغنه، فشاری که به این وارد میشه از طرف آبه. چقدر آب داریم نمیدونم، میخوام دو نقطه رو هم فشار میذارم. بالتازار پی 1 مساوی پی 2. برای این دو نقطه 1 و 2 فشاری که به نقطه 1 وارد میشه، روهاش آب رو مینویسم. رو آب 1، هاشش ندارم. این طرف روهاش جیوه، رو جیوه ارتفاع اینجا 2 هاش، عمق جیوه 2 هاش، به اضافه یه روهاش روغن. مال روغن روشو به دست آوردیم 8 ضرب داره 25 سانتی متر. اگه یه تایید بدی یعنی فهمیدی. فقط دیگه باید الان جدول ضربش رو انجام بدیم. فقط عدداش بده دیگه، برای همینم گفته تقریبا. اونی که 1401 اومده بود اول اینو نمیخواست، چگالی رو داده بود. این همتراز رو گفته بود مثل این. عدداش هم خوب بود، یعنی ضرب و تقسیمش خیلی رو مخ نبود. خب الان یه معادله است با چند مجهول؟ 2 مجهول. خب چیکارش کنن؟
به شکل نگاه کن. مگه نه این که من از اینجا تا اینجا رو گرفتم هاش، خب اینم هاشه دیگه، این هاشه اینم هاشه. پس 25 به اضافه این هاشه به اضافه این هاشه، این نقطه بی رو از تو دست و پا بردارم، نقطه بی مال این بوده. 25 به اضافه هاشه به اضافه هاش یعنی 25 به اضافه 2 هاش میشه این هاشه. یعنی با توجه به شکل هاش مساوی چیه؟ 25 به اضافه 2 هاش. باید این دستگاه دو مجهول رو حل کنی، هاش کوچیک رو به دست بیاری. خب من میتونم از اینجا 2 هاش رو به دست بیارم، هاش من 25 اینجا قرار بدم به جای 2 هاش، یه دفعه جواب به دست میاد. اولا 8 ضرب در 25 میشه 200، یه اشار داره میشه 20. ثانیاً به جای 2 هاش میذارم هاش منهای 25، از این پایینیه به دست آوردم، اینو آوردم اینور. حالا این مشکیه رو دوباره بازنویسی میکنم، سمت چپ هاش دارم، 13 هاشو پخش میکنم، 13 و 6 دهم ببخشید، در این هاش من 25 پخش میکنم، به اضافه 20. دیگه از اینجا هاشی که به دست میاری رو بعد از 20 سانتی متر کم کنی. خب دیگه گفتم عدداش یه ذره بده، این هاشه بره از این کم شه، این میشه چند؟ 12 و 6 دهم هاش. اینو ضرب کردیم چند میشه؟ چند میشه؟ 340. اینو ضرب کنیم میشه 340. منهای 340 به اضافه 20 میشه منفی 320. میاد این بر میشه مثبت 320. عدداش گفتم خیلی بدن. هاش از اینجا تازه تقریبی به دست میاد، عدداش خیلی بد بود. فقط به نظر من ایرادی که نمیشه به این سوال گرفت، ولی شاید تنها چیزی که این سوالو یه ذره رو مخ کرده به نظر من همین عدداشه. هاش چند در میاد بچه‌ها؟ 25 و 4 دهم سانتی متر به دست میاد اگه ضرب و تقسیم کرده باشید. عدداش میگم بد بود. خب این 25 و 4 دهمه. قبلا چقدر بوده؟ 20. حالا شده 25 و 4 دهم. چقدر اضافه کردیم؟ 5 و 4 دهم. شما به هر حال این سوالو بلد باشید. تو کنکور ایشالا که اینقدر سخت نمیاد. اگه سخت اومد بذارید اینا رو آخر حل کنید که وقت کم نیارید. الان آقای شایان گفته بود که حالا این سوال که تو تجربی اومده بود زده بود، البته تاکید میکنم عددش انقدر رو مخ نبود، چگالی روغن هم خودش داده بود. خب عدد خوشگل داده بود، این خیلی عددا رو بد داده بود. خب بیشتر انرژی که ازت میگیره رو اینه. ایشون میگفت من فیزیک و 30 تا سوال رو 100 زدم، 10 دقیقه‌ام زیاد آوردم. خب با اینکه سوالای تجربی امسال سخت بوده. منظورم اینه که این جور سوالا رو ولی شما بذار آخر حل بکن. نتیجه میخوام بگیرم که یه موقع در واقع وقت کم نگیری. بعضی از بچه‌ها ممکنه بگن آقا ما چگالی روغن خودمون حفظ بودیم 8 دهم به کار بردیم، بیجا کردی. مگه همین چند دقیقه پیش نگفتم قفاری هی می‌نویسی آقا چگالی روغن حفظ بودیم درست بود دیگه، اینو نمیخواست بنویسی. مگه نگفتم چند نوع روغن داریم؟ الان 2 تا سوال قبل‌تر این حل کردم، اینجا چگالی روغن خود سوال داده 6 دهم. میتونه 6 دهم باشه، 8 دهم باشه، 75 صدم باشه. بله. خب خلاصه از این سوال بگم، این تهشه دیگه، ته سوال بود. یه شکل داده بود این دو نقطه هم فشارن، پس این دوتا روهاشاشون رو با هم مساوی قرار میدی، چگالی روغن که نداده بود به دست میاد. بعد میگه این آبی که اینجا داشتیم بهش آب اضافه میکنم، سطح مقطعات چون برابره این هاش میاد پایین هاش میره بالا، این هاش بیاد پایین هاش بره بالا، دوباره به تعادل میرسن. بعد خودش میگه سطح آزاد اینا یکی میشن، یعنی سطح آزاد روغن و آب یه جان. این دو نقطه بنا به اصل بالتازار هم فشارن. فشاری که به این وارد میشه روهاش آبه، رو آبو دارم، هاششو ندارم، مجهولیه که میخوام. فشار این نقطه روهاش جیوه است. روی جیوه 13 و 6، عمق این نقطه 2 تا هاش میشه 2 هاش. مال روغن چگالیش 8 دهم خودمون به دست آوردیم، ارتفاعش هم 25. خب این میشه یه معادله با 2 مجهول هاش کوچیک و هاش بزرگ. این هاش بزرگه، این هاش کوچیکه. از طرفی با توجه به شکل چون خودش گفته همتراز میشن، این هاشه اینجا هم هست دیگه، یه 25 یه هاشه یه هاشه، یعنی 25 به اضافه 2 هاش میشه هاش کوچیک.
چون هاش بزرگ مجهوله، من اینو آوردم این بر شد هاش منه 25، به جای این دوهاش گذاشتم هاش منه 25. اینم که ضرب میشه 20. بعد اینو پخش بکنم میشه این 13 و هاش منه 13 و 6 تا هاش منه 13 و 6 ضرب در 25 ضرب در این میشه، پخش میشه. اینو تو پرانتز معلوم مجهول کردم و جواب به سختی به خاطر اعداد بدی که داره به دست میاد 25 و 14. یعنی ارتفاع آب 25 و 14 میشه، در حالی که قبلا چند بوده؟ 20 سانتی متر بوده. چقدر اضافه کردیم؟ 5 و 14. بازم سوال حل کنیم، از اینا مسلط چین. وقت میدم 5 دقیقه وقت میخوام بدم. این سوالایی که میگم و اگر حل نکنی کشتمت دیگه. الان یه نفر میگه اون 12 و 6 از کجا اومد؟ گوش نمیدید بچه ها، اذیت کن شدین. 2 دفعه توضیح دادم. ببین این 13 و 6 رو میبینی، اینم یه هاش، این میاد این ور، از این کم بشه میشه 12 و 6 هاش دیگه. معلوم مجهوله، به قرآن اینا رو باید پنجم ابتدایی میخوندین. این سوالاتی که میگم مربوط به درس امروزه. میخوام الان 5 دقیقه وقت بدم حل کنید. سوالات شماره 46 47 ایشالله که بازم میاد. ببین عددا رو نگاه کن، معلومه. ببین خوبه اینا، این عددا خوبه. اون اصلا عدداش هم بد بود. اینایی که دارم میگم مربوط به درس امروزه. میخوام الان حلشون بکنید. 55 3 تا، یه دونه دیگه هم هست. اگه 5 دقیقه کمه 7 دقیقه وقت بدم ولی حل کنید. یه دونه هم اینه. فقط آقا این چرا شیر داده؟ اب نداره، اینم مثل هموناست دیگه، مایه نریخته. ببین میگه اینجا آب دارم، جیوه دارم، شیر بینشه، به حال تعادل قرار دارن. شیر رو باز کنیم جیوه اینو هل میده میره، همون داستانه. نتونستی روش فکر کن. ولی اونای دیگه عین همونان که حل کردم. چند تا سال شد؟ و 19. چند تا شد؟ 4 تا سال شد. 4 تا 2 دقیقه میخوام حل کنی. ولی خب این 19 رو اگه نتونستی اب نداره، ولی اونا رو حل کن. ولی 4 تا فکر کنم بیشتر شد، فکر کنم 5 تا شد. بدو 8 دقیقه وقت دارید. 19 دوباره شماره هاشو میگم. 46 47 4 تا شد. 55. از 46 شروع کنید. 46 47 55 19 رو بذارید آخر. کسی سوال داره بپرسه؟ آفرین علی قدیم پور. اون مال رشته ریاضی. آرمین حضرتی یه سوال میپرسه، میگه که اگر یه طرف بسته باشه مایع بریزیم، اون هوای داخل اون فشرده میشه. اون تجربی‌ها ندارن. ما یه سری جلساتمون مختص رشته ریاضیه. اون گونه سوالات ترکیب فشار و گرماست. باید گرما رو درس بدم، بعد برای رشته ریاضیات تو جزوه گذاشتم. جزوه گرماتون رو نگاه کنید توش هست. رضا میگه که میشه این سوال رو با روش دوم حل کرد. همین سخته رو آره، ولی عدداش خیلی بده رضا. عدداش بد بوده. بعد روش دوم یه خورده برای دانش آموز معمولی ممکنه سنگین شه. سوالشو پیدا کنم. این هاشش. ببین بعد ما آور رو که نداریم آخه، چقدر مجهوله. بعد هاشر هم نداریم. یعنی خودش چون دو ماده دو مجهوله به این راحتی با روش دوم حل نمیشه. متوجه شدی رضا؟ نه نمیشه اشعار رو برداریم پر رو بریم، آخه دستگاهست. شما پر رو فقط برای رسیدن به گزینه خوبه. دستگاه دو ماده دو مجهول باید حل کنیم دیگه. آره رضا جان نمیشه. بله شیرین کمالی آفرین، شهراد آفرین، هستی آفرین. بدوین شروع کنین. 2 دقیقتون گذشت. بدو. هر 4 تا رو حل کردین. فقط 46 رو الان دارین گزینه میدین. بدوین. 1 دقیقه دیگه هم گذشت.
5 دقیقه دیگه. ماشاءالله علیرضا شریفی فر. خب گزینه‌هاتون رو همه رو بنویسید. به ترتیب بنویسید. خب میخوان اول 46 رو بگید. 46 رو بگید همه. عالیه. خیلی خوبه. باریکلا. آفرین. راضیم ازتون. 47 رو بنویسید. بذارید بیارم من خودم یادم بیاد. 47 رو بنویسید. آفرین. آفرین. 55. خب بریم اینا رو حل کنیم دیگه. با این همه مثال اگه راه نیفته کسی دیگه شانسش هم بچه زیاده ها. اگر ندن این تیپ سوالا رو یعنی سوال فشار رو آسون حالا ندادن، متوسط دادن. خب ولی اگر اینجوری بدن یعنی سخت دادن. ایشالله که سخت بیاد. خب میگه در شکل زی لوله یو شکلی آب ریخته شده، نقطه ام هم نشانه گذاری کردیم که اینا هم سطحن، یه مایه داریم. اگر در قسمت سمت راست لوله خب به روی آب بریزیم، ببخشید روی آب به ارتفاع 5 سانتی متر نفت بریزیم. جنس ها مهم نی، فقط وقتی داریم محاسبه میکنیم چگالی ها مهمه که چگالی ها هم داده. 5 سانتی متر نفت ریختیم. بعد ببین اینا همه سوال کنکور بودن، اگه نگاه کنی عدده داره تکراری میشه. این 5 سانتی متر نفت یا روغن یا الکل هر چی با چگالی 8 و چند بار تا حالا دیدی؟ قبول داری؟ این دفعه سومه تو همین 1 ساعت داری میبینی. قبول داری؟ من نمیگم حفظ کنا، اصلا منظورم این نیست که بری حفظ کنی. حفظ کردن که خیلی کار احمقانه ایه. منظورم اینه که نه تنها سوالات برات دیگه تکراری میشن، حتی اعداد هم برات تکراری میشن. وقتی قبلا ضرب و تقسیم کرده باشی راحت‌تر حساب میشه، بجز اون یه دونه سوال که گفتم خیلی سوال سختی بوده. در لوله مقابل سطح آب چند سانتی متر از نقطه ام بالاتر میرود. رو همین شکل انجام بدم. هیچی در مورد سطح مقطع نگفت. اول کاری که میکنی این باشه، چون نگفت این به اندازه هاش بیاد پایین، این بر ریختیم، این به اندازه هاش میره بالا. همین هم خواسته، مجهولمون اینه. این الان آب دیگه، آب بود دیگه توی ظرف. بله اینجا چی ریختیم که اینجوری شد؟ نفت ریختیم. این نفته. چقدر نفت ریختیم؟ 5 سانتی متر نفت ریختیم. با شکل اگه مشکلی نداری یه تایید بده. بعدم وایساد به حال تعادل. حالا کجا رو هم فشار بگیرم؟ بالتازار میزنم اینجا، لپ مپشو میگیرم میکشم نقطه 1 و 2. فشار این 5 سانتی متر نفته. فشار این یه هاشه، این هاش با این هاش برابره دیگه، اینم هاشه. فشاری که به این نقطه وارد میشه به خاطر 2 هاش آبه. خیلی خوب. حالا این دو نقطه رو که هم فشار بذارم مال اینو مساویه این بذارم رو هاشاشو. رو هاش این رو آب 1 ضرب در 2 هاش مساویه مال این رو نفت 8 ضرب در 5. تمام. این میشه چند؟ 4. 2 هم تقسیم میشه 2. خدا وکیلی نیم خط هم نیست، همین هم خواسته. فقط اشتباه نزنی. شاید یه موقع بگه اختلاف اینا به چند میرسه، اون وقت جواب 4 میشه، ولی الان اینو خواسته. یه 1 سرسخت خوشگل بده. خب تصویر نرفت، من اینجا بودم. جواب هاش میشه 2 سانتی متر. یه چیزی بگم بچه ها، یادت هفته پیش بود فکر میکنم با هم صحبت کردیم که مثلا اگر 2 نقطه هم سطح از 2 مایه مختلف رو بگن، این 2 تا نقطه، خب
دو نقطه هم سطح از دو مایع مختلف رو بگن اونی که مایع بالاش بیشتره فشارش بیشتره. اینو قبول داری؟ علاوه بر این یه چیز دیگه برات بگم. این دو نقطه مگه هم فشار نیستن؟ چگالی نفت از چگالی آب کمتره، پس باید ارتفاعش بیشتر باشه. شاید الان بعضیاتون سوال تو ذهنتون پیش بیاد که چرا مثلا ارتفاع نفت رو من تا اینجا پایین‌تر از آب نگرفتم؟ چون چگالی نفت کمتره با ارتفاع بیشتری باید همون فشار رو تولید کنه. معلومه که حتما سطح آب از سطح نفت پایین‌تره. کی فهمید؟ چند بارم این موضوع رو گفته بودم. یعنی اگه این پنجه این قطعا دوهاش جمعش از 5 کمتره. فقط میخواستم به این موضوع توجه کنید. درست شد؟ الان یه نفر پرسیده پس چرا در سوال قبلی اینجوری نبود؟ اونجا 3 تا مایه بود. سوال خوبی بودا. میگه پس چرا اونجا هم سطح شد؟ سوال 34 رو میگه. 35 معذرت میخوام. نه 34 بود. میگه اینجا پس چرا هم سطح شد؟ ببین اینجا 3 تا مایه است، این هیچی، این دوتا با هم فرق دارن. متوجه شدی؟ سوال خوبی بودا. مهسا پرسیده بود. بله خیلی خوب. سوال بعدی سوال شماره 47. میگه در یه لوله یو شکلی که مساحت قاعده لوله سمت راست و چپ به ترتیب مساحت ها رو داده، مساحت رو داده سانتی متر مربع. میبینی خودش هم میگه مساحت این 5 مال این 2، مساحت این چند برابر اینه 5 دوم. اگه این 5 دومه پس باید ارتفاعش 2/5 این باشه. حالا بخونیم ببینیم چی میگه. آب داریم توش. خب در لوله سمت چپ میگه چند گرم روغن بریزیم. ارتفاع نمیخواد، جرم میخواد. چند گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله سمت راست 4 سانتی متر بالا بره. ببینید اینجا داریم چی میریزیم؟ روغن. این بر آب میاد پایین، اینجا میره بالا. خیلی خوب. آب اینجا اینقدر مثلا میره بالا، اینجا اینقدر میاد پایین. این الان آبه. خب چقدر رفت بالا؟ اسمشو میگیرم هاش. چقدر پس میره پایین؟ این چی؟ اینم الان بهت میگم. مساحت این 2، مساحت این 5، مساحت این چند برابر اینه؟ 2/5. اگه مساحت 2/5 پس هاشش باید 5 دوم باشه. قبوله؟ اینو یه تایید بدید. حالا خودش این هاشو داده. آقا من میگم تایید بدید. من نمیدونم چرا بعضیاتون سوال میپرسید. من گفتم سوال بپرسید. مگه گفتم سوال بپرسید؟ الان یه نفر سوال میپرسه. میگم تایید بدید. اگه نفهمیدی 0 بده. بعدن آخر کلاس میگم کی سوال داره. اون موقع هم پرسیدم کی سوال داره. هر کی پرسید جواب دادم. وقتی تایید داره رد میشه که من سوالتون نمیتونم بخونم که این همه آدم دارن سوال میپرسن، این همه آدم دارن کامنت میدن. خودش میگه این هاش میره بالا، مساحت این 2 محمد، این 5، مساحت این چند برابر اینه؟ 2/5 اینه. اگه مساحت 2/5 پس باید ارتفاع 5 دوم این باشه. سالارون قبوله؟ خب حالا خودش میگه این چنده؟ 4 سانتی متره. اگه این 4، این 5 دوم 4، 4 رو با این 2 بزنی میشه 2 2 5 تا 10 تا. یه تایید دیگه بدید. اینو فهمیدید؟ اینا رو خودش داده. خب حالا چیکار کردیم اینطوری شد؟ روغن ریختیم. میدونی روغن باید از آب بالاتر باشه. این روغنه. جرم میخواد یا ارتفاع؟ جرم میخواد. حالا شما ارتفاع رو اول به دست بیار. ارتفاع روغن رو چقدر؟ نمیدونم، میخوامش. اینو میگیرم هاش مجهوله. کیا الان هم فشار میشن؟ بنا به بالتازار این دو نقطه هم فشارن. این نقطه 1، این نقطه 2، P1 و P2 با هم برابرن. فشاری که به این نقطه وارد میشه روهاش این با روهاش این. فقط وقتی که این 10 سانتی متره، اینجا 10 سانتی متره، اینم 10 سانتی متره. یعنی عمق این نقطه یه 4 داریم، یه 14 سانتی متره. عمق این نقطه هم که هاش باشه نداریم.
این چی هست؟ این روغنه. این چیه؟ این آبه. چگالی ها هم داده. مال سمت چپ روی روغن 8 دهم، ارتفاعش هاش. مال سمت راست روی آب 1، ارتفاعش 14. از اینجا هاش به دست میاد، میشه 14 به روی 8 دهم. 8 دهم هم اینجوری کسری می نویسم، 10 رو میدم بالا، 148 م. خواستی سادش هم میکنی. این سانتی متر، پس اینم سانتی متر. حالا ولی هاشو نخواسته، جرم میخواد. جرم اینو اگر میخوای باید بگی رو مساوی ام به وی، یه طرف وسطین کنی که جرم به دست بیاد. ام میشه رو وی. یه دقیقه نگاه کن، کاش اینو ضرب نمیکردم بهتر ببینی، یعنی سادش نمیکردم. خوب دقت کن. روی داریم برای کی میگیم اینو؟ روغن. جرم روغن رو خواسته بود دیگه. روی روغن چنده؟ 8 دهم. حجمش چی؟ حجم این قرمزه میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعده چنده؟ 2. میذارم آهاش 2 مرحلش کنم که ببینی. آ چنده؟ خودش داده 2 سانتی متر مربع. اینو نوشتم گرم بر سانتی متر مربع. این سانتی متر مربع، اینم سانتی متر که بشه سانتی متر مکعب. گرم بر سانتی متر مکعب، سانتی متر مکعب با هم بره. هاش چنده؟ 14 به روی 8 دهم به دست آوردم. اگه ملاحظه کنید 8 دهم‌ها با هم میره، یه 2 دارم، یه 14 که ضرب بشه میشه 28 گرم. پس جرممون شد 28 گرم. الان ولی میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم، یعنی پاسخ همونطور که اکثرتون درست گفتید گزینه 2 درسته. نتیجه که میخوام بگیرم و کی میتونه حدس بزنه؟ آفرین، اکثر اینا که میگین درسته، ولی دنبال یه نتیجه هم ببینم کی میتونه بگه. نتیجه اینو میخوام بگیرم. یه دقیقه نگاه کن، اینی که هایلایت میکنم چیه؟ چگالی روغن، درسته؟ این چگالی روغن رو بردم اینجا، یادت اول داشتم این اشارشو میدادم بعد پشیمون شدم. اینجا هم چگالی روغنه که اینجا هم داریمش. اینم چگالی روغنه. رفت. منظورم چیه؟ منظورم اینه که خیلی اگه بخوان این سوالو اذیتت کنن میتونن چگالی روغن رو ندن. آیا مهمه؟ نه. چرا مهم نیست؟ چون چگالی روغن میره. پس این سوال اگه میخواستیم سخت‌تر شه میتونه چگالی روغن اصلا نده بهت، حذف میشد میرفت. تا حالا اینجوری نیومده تو کنکور. تایید بدید. فرمولم درست نکن. بعضیا اینو تبدیل میکنن فرمول درست میکنن، لازم نیست. توضیح هم الان میگم مینویسی. اینجوری هم میتونستی نگاش بکنی، یعنی همینه ها، که این 14 سانتی متر آبو بیام بکنم به روغن، به تبدیل به روغن بکنم، چگالی روغن ندارم، هاشش بر حسب چگالی به دست میاد، بعد اینو بنویسم. دقیقاً همین راهه. نتیجه آقا اول این دوتا با هم یکی بودن، میگه روغن ریختم، این بر 4 سانتی متر رفت بالا، خب این بر میاد پایین. مساحت این خودش گفته 2 سانتی متر مربع، مال این 5، مساحت این 2/5 اینه، پس بعد هاشش 5/2 این باشه. هاشش اگه 5/2 اینه، 5/4، 5/4 میشه 10 سانتی متر، اینجا 10، اینجا هم 10. پس این نقطه عمق 14 سانتی متری آبه. این دو نقطه هم فشارن. روهاش روغن مساوی روهاش آب نوشتم. روی روغن رو داده، نمیدادم مهم نبود، همینجوری رو میموند. بعد جرم خواسته، یعنی اگه جرم بخواد، چون رو میره در حجم ضرب میشه، حجم روغن هم میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، این 8 تا میره. یه توضیح براش بنویسید. در این سوال حتی اگر چگالی روغن در سوال مطرح نشده باشد،
نیز این سوال قابل حل خواهد بود، چون چگالی روغن حذف می شود. خب سوال 55 رو حل میکنیم. میگه در شکل مقابل ارتفاع آب در شاخه آ 27.2 سانتی متر مربع، ببخشید 27.2 ارتفاع 27.2 سانتی متره. در شاخه ب یه جیوه‌ای هم داریم و اینا. در شاخه ب الکل به جرم حجمی یا همون چگالی 8 میریزیم تا جیوه در دو شاخه لوله همسد شود. یه مدل دیگه از اون همسد شوداست. ببین یعنی این میاد پایین این میاد بالا تا به هم میرسن. در مورد سطح مقطع اینا هیچی نگفته، یعنی سطح مقطعشون برابره. پس اگه این هاش بیاد پایین اینم هاش میره بالا به هم میرسن. این هاشه اینم هاشه. اینجا چیکار کردیم؟ اینجا میگه الکل میریزیم. الکل میریزیم این میاد پایین این میره بالا هم سطح میشن. میخوای دوباره شکل میکشیم ولی لازم نیست. وقتی اینا هم سطح میشن جیوا 27.2 سانتی متر آب که ارتفاعش تغییر نمیکنه، فقط این جیوا آب هول میده بالا. بعد این 27.2 سانتی متر آب با این الکل چون جیوه زیرشون هم سطح شدن روهاشاشون با هم برابره. یه تایید بدید. خب جرم حجمی ها هم داده، میگه ارتفاع الکل چقدره. پس شما روهاش الکل مساوی روهاش آب قرار میدی. یعنی چی؟ رو الکل 8 هاشش میخواد مساویه روهاش آب 1 روش، هاشش هم 27.2. تموم شد، همینه. اشاراش که با هم میره. یه تقسیم اگر اذیت نمیشید باید 272 رو تقسیم بر 8 کنید. تقسیم کنید چند میشه؟ 34 سانتی متر. همونطور که اکثرتون درست گفتید میشه گزینه 3. تایید بفرمایید. اگرم میخواستی از روش دوم بری کافی بود که 27.2 سانتی متر آب ببینید چقدر الکل میشه. 27.2 سانتی متر آب ضرب در روی آب یعنی 1 به روی روی الکل یعنی 8. اون وقت این همون ارتفاعی که میخواستیم به دست میاد که همینه. اگه نگاه کنین هم الان 272 تقسیم بر 8، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. خب آخرین سوالی که تعیین کرده بودم 19. یه گزینه بدید به خب بسیار خوب. میگه 2 ظرف، من میگم گزینه بدید، یه نفر سوال میپرسه، نمیدونم با چه زبانی بگم، 2-3 تا زبان بلدم حرف بزنم، میخواین بگم که متوجه بشین. من میگم گزینه بدید، یکی سوال میپرسه. وقتی گزینه میدید گزینه ها سریع رد میشه، بعد من سوالتون رو نمیبینم، فقط حواس من پرت میشه. نمیدونم این قوانین خیلی پیچیده است که شما رعایت کنین. سوال دارین آخر کلاس بپرسید، مخلصتونم هستم. سوال از درس امروز، نه اینکه یه دفعه بگی یه تست دادم اونو برای من حل کنید الان بقیه رو بگم وایسید. اونو باید تو پنلتون بفرستید براتون حل بکنم. 2 ظرف استوانه‌ای مشابه، خودش اصلا گفته یعنی سطح مقطع‌ها برابرن. لوله بسیار باریک، یعنی اینجا مهم نی. حجم ناچیز و فلان، یعنی این مایعی که اینجا رفته مهم نی. به جای اینکه بگه مایع ریختن میتونه اینجوری شیر بذاره بگه شیر رو باز میکنیم، هیچ فرقی با هم ندارن. اینم مثل اوناست. میگه تو یکی آب 27 سانتی متر آب، تو اون یکی 27 سانتی متر جیوه است. شیر ارتباطی بین 2 ظرف رو باز میکنیم. خب جیوه چون چگالیش بیشتره اینو هل میده، میره بالا، خودش میاد پایین. این به اندازه هاش میاد پایین، این به اندازه هاش میره بالا. چرا جابجاییشون یکیه؟ چون سطح مقطعشون یکیه، چون این لوله ها مشابهن. اون وقت آب میرسه تا اینجا، جیوه میاد تا اینجا.
خب اون وقت جیوه میاد تا اینجا، این جیوه به اندازه هاش اینجا کم شده، به اندازه هاش اینجا میاد بالا دیگه. مثلا هاشو میگیرم تا اینجا، اینم الان هاشه. ملاحظه کنی جیوه هاش اومد پایین، خب این بر هاش میره بالا. این جیوه، خود جیوه رو اول نگاه کن. اول جیوه اینجا میگه این تیکه رو ولش کن. اینجا جیوه اول صفر بوده، این طرف اینجا بوده، این هاش میاد پایین، هاش میره بالا. خب اینو هول میده بالا به اندازه چقدر؟ هاش. الان آبمون همون 27 سانتی متره. آب که ارتفاعش تغییر نکرده که. این جیوه است، نتونستی دوباره میتونی یه شکل بکشی. این جیوه است، اینم آبه. اگه با شکل مشکلی ندارید یه تایید بدید، اگه نه براتون دوباره توضیح بدم شکل رو. مرسی. شیر رو که باز کردم میگه اینجا حجم و بیخیال شو، هر چی یعنی مایه داریم تو این دوتا استوانه است. اینجا جیوه اولش صفر بوده، اینجا اینقدر بوده، این اینقدر میاد پایین، اینقدر میره بالا، جیوهمون این میشه. اون جیوه آب و هول میده همون 27 سانتی متره. چی میگه حالا؟ سوال درست بخون. میگه سطح جیوه در لوله چند سانتی متر پایین میآید، اینو خواسته. بالتازار باید بزنی. یعنی راستشو بخواین خیلی چیز خاصی ما امروز درس جدیدی نداشتیم. یه تیپ سوال خیلی معروف و سخته که اینا رو حل کردیم. این دو نقطه رو اسمشو میگیرم نقاط 1 و 2، فشاراشون رو مساوی میگیرم. فشاری که به نقطه 1 وارد شده به خاطر این 27 سانتی متر، این هاش هم اهمیتی نداره، همینجوری نوشتم. این به خاطر 27 میخوام اصلا پاکش کنم شلوغ نشه. این هاش اینجا صفر بود، اینجا هاش بود، این هاش اومد پایین، هاش رفت بالا، این 27 سانتی متر هم هول داد بالا. خب فشاری که به نقطه 1 وارد میشه به خاطر رو هاش آب، رو آب، هاش آب. فشار این ور در این نقطه روش رو داده 13.5، هر چی اون بگه همونو میگیریم. اصلا معلومه اینو 13.5 داده با این 27 ساده شه. خب 13.5 ضرب در عمق این نقطه اینجا چقدره؟ مگه این هاش نیست؟ اینم هاشه. کلش بوده چی؟ 27. این چی میشه؟ این 27 منوی 2 تا هاش. اینو قبول داریم؟ این 27، این هاشه، اینم هاش با این برابره. این تیکه چقدر میشه؟ 27 بوده، یه هاش و یه هاش ازش برداریم میشه 27 منوی 2 هاش. این نقطه بالاش اینقدر جیوه هست، اینقدر جیوه هست. 27 رو منوی 2 هاش میکنم، سادش کنم، این با این میشه 2 مساوی 27 منوی 2 هاش. منوی 2 هاش میاد این بر مثبت میشه، 2 میره اون بر منفی میشه، 2 هاش میشه 27 25، 2 میره ازش کم میشه. از اینجا هاش به دست میاد 12.5. همینم خواسته بود. یه دابل چک کن فقط که این موقع چیز دیگه نخواسته باشه. سطح جیوه در لوله چقدر پایین میره؟ 12.5 سانتی متر، یعنی گزینه 3 درسته. روش دوم، اگر شیر بدن مایع اضافه نکنن، مایع رو به هم تبدیل کنی بهتره، به ویژه این که جیوه است. روش دوم رو نگاه کن. آقا این 27 سانتی متر آبه، این 27 سانتی متر جیوه است. بیا این آبو بکن جیوه. 27 سانتی متر آب ضرب در رو آب به روی چگالی جیوه 13.5، چون 13.6 خودش گفته 13.5 بگیر. 27 سانتی متر آب، میخوام ببینم چند سانتی متر جیوه است. سادهش کنیم میشه 2 سانتی متر جیوه. یه تایید بده اگه اینو فهمیدی تا بگم بقیه‌اش رو چیکار کنی. 27 سانتی متر آب بود، 27 سانتی متر جیوه بود، اینو کردم جیوه شد 2 سانتی متر. 2 سانتی متر جیوه، 27 سانتی متر جیوه، روی هم چقدر داریم؟ 29 سانتی متر جیوه داریم در هر دو ظرف. آخه شیر رو که باز کنم این دوتا با هم قاطی میشن دیگه. 27 که داشتم و با اون 2 قاطی کنم میشه 29. 29 سانتی متر جیوه، چون استوانه‌ها مشابه هستن نصفش این بره نصفش این بر. نصف 29 میشه 14.5. 14.5 این بر خواهد بود، 14.5 این بر. پس بنابراین 2 تا 14.5 خواهیم داشت. اینم یه تایید بدید. یعنی ارتفاع جیوه نهایتاً میشه 14.5. قبلا چند بوده؟ 27. حالا چند میشه؟ 14.5. میگه چقدر میاد پایین؟
خب 27 بین 14 و نیم میاد پایین دیگه. 27 بین 14 و نیم میشه 12 و نیم. اینم روش دوم. کی روش اول دوست داشت؟ 1 بده. 2 دوست داشتی 2 بده. بدو. بله، من تو این سوال نظرم اینه که شیر میدن اگر روش دوم بری بهتره، ولی اگر دیدی مایه اضافه میکنن فرقی نمیکنه، سلیقه‌ایه. یه تذکر بنویسید. تذکر در سوالاتی که شیر مطرح شده است کاملا شبیه سوالاتی که مایه اضافه میکنیم حل میشوند. اما در این گونه سوالات روش دوم کمی بهتر است. خب حالا هر کی سوال داره بفرما. کی سوال داره؟ خب روش دوم میگن دوباره بگین. روش دوم این 27 سانتی متر جیوه است، این 27 سانتی متر آبه. آبو میکنم جیوه. 27 سانتی متر آب ضرب در روی آب به روی چگالی جیوه میشه 2 سانتی متر جیوه. این 27 رو برمی‌دارم 2 سانتی متر جیوه میذارم. 2 تا اینجا جیوه دارم، 27 تا اینجا. شیر رو باز کنم این دو تا با هم قاطی میشن 29 تا. این 29 تا بعد نصفش این بر باشه، نصفش این بر، چون ظرفا مشابهن، همش هم دیگه جیوه است، نصف. به همین خاطر 14 و نیم این بره، 14 و نیم این بر. خب 29 نصف کردم. جیو قبلا 27 بوده، حالا شده 14 و نیم. چقدر میاد پایین؟ به اندازه 27 بین 14 و نیم دیگه نیست، میشه 12 و نیم. آزمون میگن چجوریه؟ آزمون شناوره، ساعتش هفته آینده همون روز کلاستونه، مثلا یه چیزی حدود 12 ساعت شاید 24 ساعت وقت میذارن. شما از لحظه‌ای که وارد میشی، حالا به اندازه زمان آزمون 30 دقیقه است، 25 دقیقه است، هر چه که هست، همونقدر وقت دارید. خب یعنی اگر ترک بکنی یا مثلا وقت تموم شه دیگه خب ضرر کردی. ولی شناوره، ممکنه یکی آخه 8 صبح دلش بخواد آزمون بده، یکی بخواد 8 شب آزمون بده دیگه. بله میگن نمره منفی داره. بله دیگه نمره منفی داره. چند تا سوال نمیدونم، دستیاران میدن. حفظیات هست؟ خیر. کل فشار؟ خیر. تا همینجا که درس دادم. الان تکالیفتون رو میگم. فینگلیش بلد نیستم بخونم، فارسی بنویسی. نه آزمون فشاره. خیلی سبز تموم شد. چی بزنین؟ جلسه اول توضیح دادم. میگن سوال 34 دوباره بگید، نمیشه. فیلمشو ببینید دیگه. 3 بار توضیح دادم. آزمون گفتم که از صبح تا شب مثلا وقت میذارن. دوست داشتی قبل کلاس، دوست داشتین بعد از کلاس. گروه نداره کلاس، به جاش پنل داره. رو پنلتون میتونید هم تکالیفتون رو ارسال کنید، هم اشکالاتتون رو بپرسید دیگه. حفظیات رو میگن تستاشو بزنیم، نه نزنیم. تکالیف رو تمدید کنین، نمیشه. تحلیل سوالات تجربی رو گذاشتید؟ بله. پاسخنامه رو میخونیم، روش ها فرق داره. چیکار کنیم؟ تو اون لایو توضیح دادم چیکار کنین. اگه ببینید خیلی خوبه. الان تایم استراحت؟ نه، دارم الان سوالاتتون رو جواب میدم. دیگه این سوالو میگن الان تکالیف رو نزدیم میتونیم پیشرفت کنیم؟ خب معلومه که میتونید. تکالیف رو بزنید پیشرفت میکنید دیگه. پنل جایی برای ارسال نداره، داره. یه جا گذاشتن، اونو باید ریپلای کنید. تو قسمت الان یادم نیست کجاست، پنل شما با من فرق داره. فکر کنم توی
کجاست بچه ها؟ ارسال تکالیف، نوشته تکالیف، اونجا باید برین. تو فرم نه، تو تکالیف. پیستون چی؟ پیستون هنوز درس ندادم. تو دوره های من، امیرعلی میگه دوره های من ارسال تکالیف. مرسی. دیگه کلید تستای تکمیلی آخر هر فصل توی جزوه فیزیکی اگر گرفته باشید هست. اگر جزوه فیزیکی ندارید خودتون پرینت کردید از بچهای دیگه بگیرید. دیگه تکلیف جدید الان میگم. تکلیفتون صد و 20 تست فشار 120 تا زیاده، 90 تا. نه تکلیف نمیدم که بتونین انجام بدین. تکلیف نمیدم. تکلیف ندارید، همون قبلی ها رو تموم کنین. یه ذره میدم تکلیف، فقط یه ذره. فقط تست هایی که مایع به لوله اضافه می شدن، یعنی اینه که امروز خوندیم، را حل کرده، زیاد نیستن و تا همون هفته آینده ارسال کنید. و تا تاریخ کی بود؟ این شاید 20 تا بهش اضافه میشه. تا تاریخ 7 شهریور، تا 7 شهریور 401 ارسال نمایید. دیگه از پشتیبانی کمک بگیرید اگه پیدا نکردید. خب حالا برید استراحت. بچهای پایه خداحافظ. من یه عکس از این بگیرم. هدف و ایران زمین پایه. یه چند تا بیشتر نیم، الان دقیق یادم نیست، 20 تا بیشتر نیست. اینا رو لطفاً به همراه تکالیف قبلیتون ارسال کنید. بچهای 12ام یه استراحت یه رو داشته باشید، برمیگردیم فیزیک 12ام با هم کار میکنیم. فعلا